و جوانی که در 8 مهر 1401 شهید بودن، ایشان بحث استقلال و نه، ایشان چه هر کجا صعود کنه دلیل مشخصه و عاد اصاره افکار مردم بلوچستان همان که شده پا مولانا درکتی اکثریتی بچه ما گوشه اکثریتی باید من متحمل کنه که نه آقا ما استقلال طلب تو چوشه بوشه من گوشی اکثریتی مردمانی ای که لحظی همیرن یک خبری بدن و بدون ایشی که بله تلاش ما نگوشین کسی تلاش مکن تماما احزاب هم طبق آقاتی به اصطلاح تفکری که دارن تلاش کنن که بتوانن بین مردم جایگاه پیدا کنن اکثریت رو به سمت آوانی حزبا بدترین کس آن که گوشی آقا هر که استقلال طلب لوتی نادانه هر که یادله باشه هر که استقلال ملوچی نادانی این نشانه ده که این افراد سیاسی هم به جایگاه درست و حسابی که برستن نرستگان فقط همی که ما بیاین خبر ده ما بشین ما اگر مردمان قبول کردن الان همه هنو مردمی که ده هستن شما یک بری وشکتگه مولی در پانوشا عطب مولی در ای شرایطی در آ شرایطی ولی شرایط و زمان تصمیم تو چون عمل کنه شرایط و زمان مهمه اگر شرایط و زمان اگر جامعه جهانی بیده برستی که چون بهر بی تو مطمئن به تو هم به جایگاه رسه ہوتی چون زانه حداقل تمام زانه که جامعه جهانی بیده رسته یا پتانی کسی آقا خط دیورند من هنگه شناسایی نکرده بری اسمیت درست نکرده پتان گوشی آقا منی مرز که شمال پاکستان که تا گوادر بلوچستان موتی ازم واجه بالاچ تی توار رفت یا توته چه نگوش گاهی منزانه واجه بالاش منزلا جان جان چی کو تو گپ pe جان واجه نتی واشنه بفرمایید زندگ زندگ بخیر. برر سنگت مختلفین گپ کن من نظر ادا مشکلشه که ما شما سطحی تحلیل و عمیقی تحلیل مثلا یه دو بحث جدایی هست که عمیقا موضوع چاره رو که بالا چبر اتفاق من قبول موقتا مالو اشاره کرد که دنیا به هر حال در رابطه با ایران پروژه است. ما در رابطه با کنگره ملیت و در رابطه با یه اتفاقیه که ایران تو که ملت های مختلف هستی هم یه عذاب که جمع بیتگان واجه عبدالله هم انتقاد است چه یه عذاب ولی اشان نلوتند آینده سیاسی ایران آوازن سبک ببید فدرالیسم یه درست برو هم به طرف استقلال یه درست برو هم به طرف استقلال اگر پروژه دنیا یش ببید که ایران فقط نظام تغییر بکند فروپاشی مبید ایران تقسیم مبید به چند کشور گوره آتی ما وقتی بحث فدرالیسم مثلا مطرح نه هیچ سازماندهی برای فدرال کنه ایران نیست اپوزیسیون مرکزگرای که فقط واحد اپوزیسیونی اصلا چند دانه شاخه اپوزیسیون درست مرکزگرا ببند پس آینده سیاسی ایران 100% یه حکومت مرکزگرایی کرده ما با حفظ وزنه فدرالیسم برای آینده سیاسی ایران و تی مبارزات دیما برگاهی ما معلوم هم یه چیز توضیح داد ما شما باید واقعیتا جامعه در نظر بگیریم ما شما باید یه چیز درسته ما شما متکییم به قدرت مردم در داخل کشور بله ما یک واقعیت دنیا تو که پاریس لندن و واشنگتن قدرت است مسکو قدرت است پکن قدرت است ایشان تاثیر است و این نزدیکین قدرت هم که مشوم همسایگاه هستن عربستان سعودی ترکیه و غیره ایشان درستان قدرت است یه درست تحولاتی که بوده ملک تو که بس بنت ایشان درستان تاثیر کنند اشین که واجه عبدالله گوشی که امارات بلوچ برو بگین دید امارات درسته امارات پول داریم ولی جیبوتی موقعیت جغرافیایی چه اماراتی که مهم ترین یعنی جیبوتی از نظر جغرافیای سیاسی یک منطقه و یک نقطه بسیار مهم تنگه عدن هم هموده که این مسیر دریایی اتحادیه اروپا غربی کاری نزدیک کند به آسیا و خاورمیانه
جیبوتی مردم در نان نیست وارگا اشین که استقلال بیگن چون استقلال بیبیت چون که علم گوش 100% تضمین پولدار بیگ مردم تضمین دموکراسی برای مردم نه این چون جیبوتی یک لحظه یک سنگتان اکثرا در تاثیر کرده مردم رو زوانند کجا نقطه دقیقاً گوشگم بله یه چیز رو در نظر گرفت لطفا ما شما با توجه به واقعیت جامعه رنده ما تاریخی به اساس از آن احساسات تاریخی احساسات ملی مردم وقتی هستند دادرو وقتی جایا ما شما وقتی حقوق گرگدون با به حقوق وقتی که برسیم و دموکراسی اشین که یک چوکلو که بلوچه که اگر کفشی پادانه مدرسه راوته لباسی کونه مدرسه راوگی ما شما ایشی حق گرگ فکر ببینه آید و مثل شدیگه مردمی که شبا و از پیش شام اینه آین فکر را ببین ما شما ادا کنین ننده در رابطه با کشتاری که زایدان بی تبر کنین خب یه کشتار همشه بگم ما شما یه مسائل حل بکنی ما شما فقر حل بکنی سوخت برن که ماشین تو که سوچه گوهند شانی مسئله آن حل کنک فکر را ببین که فقط وقتی احساس ملی ارضا بکنی یه واجبی کاری ما شما باید کم که وقتی تحلیل عمیق‌تر بکنید در رابطه با تحولاتی که هستن در رابطه با پروژه‌ای که دنیا در رابطه با ایران است که ما ایران اپوزیسیون و اگه شما همراه ما قطعا همراهیم ما لطفا دنیا قانع بکنه که سرمایه گذاری روی جمهوری اسلامی غلطه روی یک ایران دموکراتیک سرمایه گذاری بکنه نیشه که تقسیم ایران اگه ما بریم آقا قسمت مثلا بحثا پچ بکنیم خب آقا قسمت بحث اصلا فعلا خریداری دنیا تو که بحثا نیست اتحادیه اروپا و آمریکا گماره اگه همراهی بکنن سگ شهری نکنن نه انچو که واجکار مثال در رابطه با فلسطین مسئله ودام همین مسئله ما زان ایران تو یه بحث تغییر نظام سیاسی ایران که دنیا تو که خریدار هستی یک پروژه دنیای واسطه و دنیای مسئله سر کار کنه حالا جمهوری خواهایی که مرکزگرا هم وقتی مسئله دیگه ما برگم ما که فدرالیسم لوته ما لوته وقتی وزنه سنگین تر بکنه که 100% دنیا قانع بکنه که تغییر نظام سیاسی ایران دنیا بیا وقتی دستامان بدن تو ایران ها یک حکومت غیر متمرکز و فدرالی بگن زنده باته باز باش جان یا ثانیه ما یا جمله اول کن میره بر فعل کن و یا انچو که جانز بگوا یعنی اندی اگه هر که گرتی فدرالیسم عبر بکن یعنی رحمت الله اولین انسان که خوشحالتر بی چه خوشحالتر سی رحمت الله دیگه هیچ کس نبی دنیا تو کن آگوشی آفرین آفرین یعنی شکاف کفی اپوزیشن تو که آچه الله لوٹی آگوشی به عجب منو لایکیم براتا یه وقت نیلان ایران آزادی آرگا ما هیچ مکان رو بنیم انی باید دروی همدست با فقط دموکراسی آرگا دموکراسی هر چی بیچه یه حالات بهترین گودی و اگر ما انچی گپ و زندگی اجازت ده با پچه بیواده این گروه ما وقتی گپا هنمی کنن و بسلاسه اشی که رحمت الله وشه بی بنیده رحمت الله وشی یه گپی بله اگر دنیا بلوٹی چونکہ واجه جان دے بشی پورا رحمت الله وشی ہے نہ چاہری تھا آگے موضوع بڑی اصلی گپ پیشین کہ اگر بلوچ پر چپل واسطہ بلوچ اگر پر چپل واسطہ چیتن گڑا باید مثلا یہ فیدرالیست دلیل بیارا ہے کہ بچے فیدرالی لوٹا یہ تمرکز گرائی نہ لوٹا چونکہ واجہ آدم گوشی دموکراسی بھی دیگه او در فدرال و یه دیگه اصلا شمانه نیست بچه دموکراسی که چپل کاری نی وقتی که کنگره می جای فدرال ولیتا فدرال ایران آئی وقتی تو که وطن ملیت نظام زبان واسطه چی کن تمرکز گرایی وچی بکن عدم تمرکز भी मुल्क तो का ये दुआएं चीजें के लूटी बरासत एक फेडराली के हम मिली जोग्राफियाई भी याद करें मिली जोग्राफियाई भी बड़ा एक दानी मार्बिंग शो इसे जरूरत है तो ये मसले चाहिए तो या कुकुक तो वो छप्पल छप्पला रजा पालवी हम कारी واجه عبدالله من جمله रजा اول پال واسطه کنم یا 30 ثانیه اصلاحی کنم
شما کلا گو کلمات ملت یا ملیت چه چیزا درگیر انی هم چمپل سر گیر داده. ما مشخصا در رابطه با زبان مادری، در رابطه با وطن مستری، در رابطه با که بلوچ بوتی ملکا وات اداره بکند ابر کوتاه و کنگاه و واضح نوشته گم نوشتارن تو که هستند اشین که چیزا شما وطن هم زانه شما گاهی مثلا فدرالیسم که یه سجن وطن مستری ما رو دادگان چه فرقی کند با استقلال؟ فقط فرقیشه که یک عده آدم تا شهریار مثلا از احساس درونی هم دیگه ارزابط وگرنه دیگه هیچ نه تأثیری نیست چه فرقی کند؟ نه ما وقتی احساس درونی مارا و احساساتی مردم ہے مارا احساساتی گپ کنی شما دولا امیر ما نزانه ما چو افسر چپل گپ کنی آیا بحثی جدا بله شما بیایید پر رضا پهلوی بگوشه که پچی شما فدرالیسم لوٹه شو زبان لوٹه تا شو زبان من شو زبان را دانشگاه به شما مقدور نه هم راست گوشید وسی هر وقت مقدور بید دموکراسی بید کجا آوازی ما تصمیم میگیره شما پچی کلا برای رضا پهلوی گپ نکنه ها پچی اصل لوٹه که نظام فدرالی بر اساس ملی جغرافیایی بید بر اساس هویت بید اوشی هویت ایرانی بنوشن اصلا چیزی که شما ای گوشه هیچ قابل قبول نه دنی مارک مردمانی نه که دیگرانی شما بگویید دلال خوشت که ولی ها مثلا دنی مردمی مثلا جلسه اثری که کلا بر ماشته دیتا आणि حتما همین آپشن ایران یک کشوری ای تو که مردم دموکراسی هست کو اجازه مگو با رعایت بی سیستم دموکراتیک به پستان پنجابان دابان آیا رنگا اما سیستمی که هسته بوده مجلس بوده تعیین کن این شی که شما شه پیسه دک بزنه فدرال بر اساس ملی جغرافیایی و وقتی مرزان شما وقت تعیین کنه و پدا قانونی که بیت مثلا واجه علما نام گرفت که مثلا بلوچستان استقلال تو کا مثلا یه مشکلات هست نه چیز شما وقتی که فدرال کاره پدا لوटे गदर लाट में शराबी भी नी ये मर्दों आराम भी करे ये वो हस्त अगर रोटे निजाम फेडरल جواب भी من بده جواب من بده हाँ हाँ निजाम फेडरल के भी ये पास्ट के भी वो हमी मर्दों वो हमी बलूच ये बात निजाम हम मंतरे फेडरल वाले शान जवाब बता अगर ये सही वाज़ ही हस्त हाँ चूँकि एक इस्तेगलाल ये हुकूमती दौरा हम बीतकोट करना पर बफर فدرال مانا اشه مثلا تره ماسترم برات ها که کار کتا تجربه ها زار ها دکانداری ترا زار دامشی برو مثلا دکانی پاچ کن رستوران پاچ کن بلا ترا مواظب انتی حسابان چک کن تی کاربارم وشی تو کنتر سوجی بی میزان 2-3 سال تو که تو پادسر وشته برابر به استقلال مانا اشه که تو آنچو تکتانا وقت تو آنها که زار چنه بازار رو کار بکنه این فرقشه این رشد این چو فرقه تمام تجربیات تمام موادن ذخایر هرچی که آیت اختیار کلیت رشد واسه برابری بنیادا یعنی زمین آسمان فرق کن استقلال و فدرال براز رشد و جنگ هستن فدرال و استقلال نه فدرال تو که دخالت کن هر جا میچه بی هر جا مار نیاز بی حکومت فدرال دولت کمک لوٹی پولیس لوٹی کوه قضاییه مشترکن باز قانون مشترکن و گجرا مثلا مار منابع چیزی کم بود بی درخواست کنم یعنی کمپانی وارن شرکت یعنی کم بودن جبران کن نیازمندیان جبران کن تنشان مرتفع کن تا یا نه پروسه 10 ये سال 15 फेडरल पर سال یا اساस ما है رشد सीरिया कोस्तान में मच तोर कोई भी बात इसी तो पक्का نه कर فدرال बच्चे کن نه ما جیره نکنه مثلا جاس کنم مینا با ما را بدهن تو نرما شیر و نظرم نیبندانه همه بلوچستان حدوداتی که همه بلوچستان جنگ جیره که خود तूफान कश कोई नलूटी हर बलूची का और जा वजह ये तई वाश गप है रात ना है आजाब ये के कांग्रेस मिलिया था ईरान फेडरल यार्ड को था ये शुमे गप ना करना था दुश्मन बात نکنه फास مثلا भी همه گپا بکنه همه استان بنیاد بکن تنه شه چارد مکنه هر بلوچی کار جا همود راحت همه اندیگه मैं استان وش انا مع است چوكي को شما شو ديمقراطي بي एक निजाम متمركز بي اوستاني और اوستاني या مثلا يكثر اختيارات بي ये पुदगी राहल ما فدرال شو فدرال بخاطرش که یه مدرنی سیستمی و واقعا تضمین که آزادی مردمان که آن ایران دارید تو اما اشتراک دارید آن یک دیگران براتی دارید آن گیلان و مازندران ما را نسندید تو شیراز و شوکی هوا واجدادی ها شد کن استفاده کن آن تارت کن ما تارت کن یک دیگر آمار نفت گاز مبتی دهند ما آیا سنگ مرمر مبتی دهیم ماهیک دهیم گوریم تو براتی هم پاشت کپید و آزاد هم آبین یعنی اما چیزی که ما استقلال قرار من ببرسن زبان دو دربیده و غیره آمار بی رفاه هم را بی پرتی ایران واقعا منابع کم مینن فقط
مدیریت منابع غلط بخاطر عدم دموکراسی. مدیریت منابع صحیح ببی ایران ثروتمند ملکی بی ما به تب ثروتمند ببینم. میرالم او میرالم تی گپ باز واشا تو گوشه که وتی گپا تو تی گپا اگر دقت بکنی توشه ما یک مدرنی دموکراتیک فدرال هنچی ملکی لوٹی ای ملکا من نزانا سوید مردم کا انتیوا سٹارٹ کنا اگر پا مدرنی بی ایران مردم انگا مدرنه اگر تو بر ای باوره تو تاریخ وانتا دانشکدی مردمیه دموکراتیک سیستما مردم دموکراتیک اٹکنا دموکراتیک سیستم ہے کہ ہنگا مردم پر زبان واسطہ جنگ کرنے گا تو پر منا یہ گپا جنے کہ بلوچستان تو کہا منا وتی غیر دموکراتیک کی قبولی منی بلوچ برات ہم غیر دموکراتیک من ہم غیر دموکراتیک بل ما وتی ملک کے مستر وات بے دو دانا غیر دموکراتیک وات موتا بلی جنگ بکنی بے کپی زمین نہ پدا پات کپی پدا کشتی گرے پدا پات کپی بہترین تائشی کہ یک انسان کہ اصلا دموکراتیک نہیں آپ دروغ من گوش بھی من تو بری دموکراتیک گپ جنے بل ما وتی برات زانا کہ دموکراتیک نہیں ما وات زانا من دموکراتیک نہیں ما تو نہ گو آئیے شرط ڈیل بکنا تائشی کسی کہ دموکراتیک نہیں من پا دروغ گوشی من دموکراتیک شریعت شی ببخش وقتی فرضی گپان تو که بچار بفر دنیای گشترین دموکراتیک ملک فدرال نه اگر شما مقصد دموکراتیک و حقوق دموکراتیک بھی ضرورت ہے نا نام فدرال کورا ورگا ہے دیگه همچون که اختلافی عربی نیروهای که روٹ دموکراسی و ایران تو که و نظام دموکراتیک ہے پچه فدرال بھی مثلا ضرورت ہے کہ وجہ علم کے بیچی کرے گے وہاں ضرورت ہے کہ اگر مقصد حقوق دموکراتیک بھی یا که سوئد که چه وجه جاذب نشتا نروژ دانمارک فرانسه یہ مقدرو فدرال نہیں نه تو آن فرانسه وجه نیه نه فرانسه از زبانی ملکی نه ادا زبان بازه و فدرال هیچ نقصی نداره هیچ کسا هیچ نقصی نداره یعنی اما دموکراتیک نه اما دموکراسی تو گوشه خب دموکراسی یا پیشرفته ترین دموکراسی کاریه که وقتی دو در بیادا وقتی حساب کتاب سر چلی تو و براتی هم مرد में پاشت کپی मैंने حالا هیچ عیب مانی فدرالیسم برانچو که یه بده ہیں زن فدرالیسم یه ده ہیں چه لیب شما نظیره یه بده ہیں و نه شما بلا باید مقصد چون کنی ضرورت چیه که تو هر وقت فدرال اسپانیا میں فدرال نہیں نا کاتالانا زبان وچی ہستے باسکا وچی زبان ہوتی منطقه خود مختار هستے اصلا ضرورت چیه که نام شما فدرال رنگا نامی کنه تو که کراگ اصلا جور همه چیز بده هم من واسه شهر اش جور اش شعبا گوڑا فدرال نام مگر نه بو کراک نگیرونه مثلا کهیر بکن نام بلا همه چیز هم بده هم مانی گپ पे سرات के रास्ता ना माशवारा गोशा ना शुम लेक बात आवारा شهریار واجه بلوچی نوبت هم ما پدرنده و بده गोशे डेमोक्रेटिक खबर अबर ने गो तो पच्ची अवल सर कराग ना वशे के मैं ख्याल रात भी वाजो بفرما شاو شاو جان بفرما تو अबर ना तो पर वरांदा बाज बलूची अबर شاو بفرما شاو پیدا کن. आओ پیدا کیا تو अबर क्यों پیدا کی را باز گپی بر من اعتماع ولو دان شروع کنم یادداشت دادم یا کیسون واسطه فدرال و استقلال و تی پلانا بیارم و فدرال بی پلانا ها چی برا کایا پلانا فدرال کسر واسطه جام جهانی ما را قبول کم و معنی نه اونگا گپ کنه فدرال بی جام جهانی اگه قرار فدرال مردم امید بیداری به استقلال بچه امید نداری و دومی چیزش هم شاید گوشن خطر گشته اپن ملکان قبول نکنن چی نکنن درگیریان چیان چارن بله دیگه پدا همشی ها ابزار ما یکی نه اشی که اما اگر دوانان تو که هستن یه مردم باش نکن تنها اشی ها بیت کن و یه بیت نکن دیگه پدا ایران تو که ایران دموکراتی که والا ما شما درست حرف بده چین و یکی دیگه اشی که استقلال مردم چین چکل بیتن استقلال مردم من گوشم اگه یکی وش 80% بلوچ فدرال لوتن بلوچ اگه این چه شعور سیاسی هستن بلکه استقلال هم لوتن بله این چه شعور اندی بله
سیاسی زانتنیه بله حداقل وقت کلمه آزادی و آزاد بلوچستان یه چیزا شرط آشنایی هست تو رکا گو فدرالا که سنگینه مسئله این چو زانت لوٹی ترا دانش سیاسی لوٹی مطالعه لوٹی یہ بلوچان هستن و تا آزادی بلوچستان آجویی اچھن چیزان نیستن و یک پیسر ریاست شما را گوشی نظام هزینه هستن جنگی هستن چی هستن و حالا ما گوشی راست فدرال تو که 10 براتن مثلا کنه اگه بلوچستان تو که 2 براتن پچه ما یه 2 براتن شانس مدن یک آدگره بودن 10 برات وربید کن و 2 برات وربید نکن یه درو چیزا یکیشه که ما وقت نمانه ما اولا وقت نمانه گوهی نه اگه بمانه وعدی که گجر که یه فاشیستی ها یه نجات پرستی ها ما وعدی که زمان نام گره ما رو حمله کن ما انگین جان تجزیه طلبی ها حتما آزانه ما ملک گرفته و ما هر روچ بشن تجزیه طلب پچه یدگران نبشن پچه بلوچ بشن زانه ما ملک گرفته همشه تورسن کولی براتی وشی ما مزنین دو که چیز کنه ما فدرال هم شما لوٹه ما آزادی جوز کنه بلکه تورسن کامل و رحم کو دیگه ابزار شما نید کشور خارجی نه پس شما نظام سیاسی تعیین نکنه به فدرال بی پادشاهی بی چی بی بازی چیه کنه اگه یه حکومت دور ده کمک کنه مردمو شاید پدا ما وقت ارتش هم وقت سپاهی هستن روزا پهده یعنی که هر روز سپاه ارتش کنه پچه کنه گه تو همین روچا که مردم یان دور بده یا خارجی ملک کمک کنه دیگه پدا بیان ارتش سپاه نه دیگه پدا یا فدرالی چیه بیاد شاید مزنی یک 2 نفر برم و ارتش میانی و مردم درم و فکرم یه سیستم زندگی یک تنی فکر تو کنم یک کو کهلا بلوچ فدرال که برو ما آزادی گپا کنم ما دوا عبدالله وشی ما گوید رنگ گوید ترکان یدگر آدگران درستم بر اساس ما زبانی یا اشتراکاتی هست تو یا اتحادی یا اشتراکاتی چیزی هست ما تشکیل بدن اتحاد بدن یک آدگران آزادی هم تو نمی کارا کنم و لات من گوشم این چو حتی یه رژیم حتی ما پیسرگین رژیم ای آزادی نام ترسی یعنی ای خدا نه آزادی همه چیز ترسی می صدا بس گار کنه گوان درست صدا ایله گوان بس همی صدا گار کنه گوان که آزادی خبر کنه گلوتی من مروچی مکرم خبر مکن درست چیز خبر شروع بند مروچی خبر کن 2 با 3 با ما هم دا یادگی دیگری یادگی چی بی یه فدرال هم یه دواگه یکی یادگی خبر کنه دیوانان تو کشی نه که طرفدار نیست چی نیست خبر مکن و باندر رو اوی تانه یا مبتا که وقتا زینه کنه هدر دیگه نه یه دوا نه و یکی مولانا عبدالحمی شما درو چیزان تو که موقعیت چی کت کنه ولی یکی هم داگوه بشی سوکن ایران نامگی ایران چو اعمال عبدالحمی آزادی نام بگی جدایی نام بگی ما یکی روچا ما محکومه دیگه خبری نیست آدا بیته حقوق نام گرگه مروچی روچی آزادی نام یا مزنه ماستری بگی مزنه رهبری بگی باندا درو هم دان مردم هم تو که مردم گوشن گوش بیا کسی یه گپ کتا شی حقه همه ایرانی مردم اولا گوشن ما دانه و هم تو که هم مولای بهانه کنه هم بلوچی بهانه کنه و هم آزادی بهانه کنه ما یکی روچا اوی کار تمام بی و مردم منطقی گپ نه یکی که ایران تو که بر اساس ما سیاست هم هو گپ کنه یکی گوشی بچه آزادی گپ نکو معنی کنه مولانا عبدالعزیز ما اول خود مختاری گپ کتا ما زمانه گپ کتا ولی اگه خود مختاری آروچی اشان چی نکتا ضرر کتا درستن ضرر کتا اشتباه بیتا ولی اشتباه پشتا و نبینه دیگه یه چیزا مردم قبول بکن منتوار واز باش ماشاءالله واشی زانتی و همون دواجه شاوه عزیز باز واشین گپ پیجتا خدا شو نیکی بدن واجه جانزیب شو تا خداحافظی ہے نا کچھ تو بڑی کاتبی تنیتی کاتبی یا نه خداحافظی کتی من چی یادم واشن زانتی واهونده خدای خیر بدن واجه شاوه کجا شاوه زانت سو گپی واهونده جد چی گوشتی زانت واهونده آخری گوه گپی ولی جد در رابطه با مولانا عبدالحمید ہے کہ اس بار وہ گپی جتی زبردست سیاسی گپی جتی کہ میں درست نہیں آیا لان چی گپ ردا
چیا ناپدیده آیا باشی نکته اشاره کو چی گوشتی زانستی من نشکو گوش یک بان واتی نمونه چیزی که من فهمیدم گوشم چا مولانا عبدالحمید یک مزنی مزدری یعنی اپوزیسیونی در مقابل جمهوری اسلامی مزدری اپوزیسیونی رسانه های دنیا این مرد رصد کنگا یعنی رسانه های دنیا و سیاست مدار و اتاقای فکر این مرد رصد کنگا منی اگر شب روچ من بیاین دا جاک بجنا من و امثال من بیاین دا جاک بجنا هیچ فایدی نی اگر مولانا عبدالحمید بگوشی استقلال بلوچستان درست چیز عوض بند درست معادله عوض بند سجی مردم اما همه مردم که مرچی روچ من زبان ماتی قبول نکنگا من دنبا کائنتے اسی مرد زبان ماتی قبول لے همه مردم که حق تعیین حاکمیت منی قبول نکنگا همه کہتے مردم پا مردم زیب داریں تو سیاستی کار کنے ترا بعد مردم بی ترا اما دیمه مردم که ترگونی دیوان که ترا چیچو مردم هستے تو که یہ حیال واہوں دے تی چیچو مردم ہن تی وقتی که ملکا مستر مردم کا یہ پوشتا مردم ہستے چوشی گا پہ بجا اسے یک ٹرننگ پوائنٹ بلوچستان سیاست تو کا بیتے متوجہ ہے نا بل من یہ خبر کنا یہ منی واہگین شخصی آبل منی گپا نکا آواتی صاحب کتاب تو گپ من نوشا کہ تو منی من صاحب نشکنگا واجه مکرو نبرا کسی نشکنگا درستش کنگا من توار پیدا کی سانگتا من توار پیدا کیا نا منش نشکنگا بس وای شو تو من توار نہیں توار پیدا کی ہاں پیدا کی من توار نی شی چاہیے نو پیتا که تی توار اور پیدا که چاہیے سیاسی گپ پیشے والے واجه کسی شی مکرو توار خوشا من من نشکنگا من فهمت من توار گپ من پیدا منظور کنی اون اوی انچی گپی من اگر بیاین ساجی روز کلا بسو اوستو کا جاک بکنا منی گپا من شما گوش کانتا شما نی رات ناکامی چی منا متوجہ ہے نا بلے وقتی کہ مولانا عبدالحمید تریبونا چوشی استقلال بلوچستان دنیا سے چندی متوجہ نا سجی اسے اپوزیشن درست اسے حیران مانا چی کنتی گجر بلائی چہرے دنیا مردم دستی پر کت نہ کننتے بلے آئی گپا نکا آواتی صاحب کتاب تو کا گپ جانتے متوجہ نا منی مال ما تو ہر چی ابر بکنا منی مال خبر تو بھی اما قواتی زیری تو اترن غور بارتی سلام تو صوبے باتا ما همیشه وجہ واجه شاو گپ همیشه تو گو واشین بلده مردی همی ابر کوک توانی کنگا اگن دیگه گپ یا ما من و دوست بشاو من و واسه نه گوش شاو بل دوستی ابرم اوشون دوستی مر پاکن دوست من دشمن نه نه او ابر کجام یک تو سکین دانای بس مردی ہمیں ابد خردمندی مانچو پا میں بلکہ انچو شینا کو تو مانچو انچو گو میر شاو که واجه مکران گوشنگ مولا برامید به بلندگو پشتا استقلال بلوچستان اعلان بدن تو انچو گو شاو آئی نگوشت من من گوشت توار پیدا که یلا آه یه لحظه ببخشید یلا واجه چون من فهمه واجه شاو و گوشه که شاید که واجه دلان کا استقلال بھی بل گوشت نکا در کی کنه کوئی گوشت نکا آیا معذوریت هسته افرین یا استقلال گوشت نکنم اوکی اوکی نظر اور یہ من گپ فرق ہے همشه ہمیں دو و هم یک گپ واجه مختلفین گپ مکرانه تایی یہ دو افر مختلفین گپ بل واج مکران ابر وانچین ابر منی نزدیک واحد تگین همیشی ما و دیره اعلام کتا منی ولی منی تے واحد واہگ واحد بولے انچیں واگے کہ ہیچ دابا ایک پلسراتا ہاں منچا براکا سوار بین پلسراتا رد بیت نکن بوئی واہگ اخترا نشان واجه میرا واشد که واجه خوبان واشد که واجه میرا بابر کام بفرما وجه من خبر کنگی نه هست بله من همه شاهو خبر من واش لاگید وجه که بله یک چیز دیگه من یحتم ورزه ایشی را بوشن واجه تنه بحثان که ماشما شکنه فدرالیست نزانه استقلال طلب ایدگر و ادگر و خدا بچاره موضوعی تنه بحثان وقت موضوع عبدالحمید میاره طور مکنه که همه گفت و نگو اسپیکولیشن چی هست بشاره یک مردم کار و تکانت یک مردم مثلا یک چی جوان کرتا نون ایشرا بهترین که تنه بحثان بنت یعنی مسجد نهاد مسجد مکیه و تی مولوی عبدالحمید چنه بحثان دور بدارید یک رهبر روحانی حداقل که بین فحک بلوچان قابل احترامه و به نظر من مناسب نهند که ما زیاد تفسیر بکنن که واجه مولوی عبدالحمید چی گوشید یا که منظور زیشی چی هست. اصلا نیازی نیست پچه بحثانند که
بين أحزاب سياسي بلوچن و واشن که بحثان ببند این نقطه نظرانی که علمش همچه سکن خب یک نقطه نظرات دیگه هستن و چیزی که به اصطلاح کنگره ملت‌های ایران بحثان کننتش آیان هم هستن، بحثانی که استقلال طلبان هستن آیانش هم کنن، مردمان که هر که مثلا چی هستن یه بحثان باز بین گهتر بین تماچی دموکراسی چی بین ولی باز همه یک چیزی که مثلا اگر ته بلوچستان آزادی حرکت آزادی که دیمایت آئی نهادان و هم کنترل کشی مثلا ته ای چیزی که مثلا علم جان گوش که اگر بلوچستان آزاد ببید زهی زهی بید بچه هزاران سال بلوچان از طریق کلایان بلوچ اداره بوده همه زهی زهیان پهک زهی زهیان شان پهک تحت یک حکمی بوده حکم کلات بوده حکم چی بوده بازی نمونه मेरा याद दमान तो याबर दराज में याद सानियत याबर उसने तो पेटी रा लोकतर कनो तरंदा अर्चे से बुगर तो चा आ जमाने के काकुम ये बीता का काकुम लाट्टे गोला तो पंग आ पार क्या गानी के मॉडर्न जमाने का अन्नी डेमोक्रेटिक के बलोचिस्तान में कुछ गाँव तो कर रहा है ऐसा करना उस जमाने के बलोचिस्तान में साल दा आदि जन नबी तक जाएं आदि मारना एक्ट करना कोश ना बेर कर नबी तक फलानी नहीं था ये तो नाश्क तक बलोचिस्तान तारीख पोरच कोस्ट कोशा हमें अंची जाएं गंगा आस्ताना मैं शान कोशों برابر حالا جان من متوجه هم ولی مثلا یک چیز دیگره که مثلا ما هم یک بعد و تو بطانان و تا یک بحث گودگاه کشوران خارجی هم مثلا تگروان تیک تاک بلوچ سوشال آردر ساب اوردرنیتی یعنی وقتی مثلا هم ماینست مشما وقتی سوشال ارگنایزیشن مشما که مثلا جامعه شناسا سر شبر کنه کاش که ریکی و ایوب گشته سر چیزا خبر پرته تا مفتین چیزان که آین تو خبر کنه وقتی سوشال ارگنایزیشن بلوچ از بالا به پایینه هنگات هستند اثراتی از بین نرفتند و وحده که سازمانان سیاسی رشد کنند یک ملت رشد کند که به آزادی و استقلال وقت برسید تو فکر کنه که ایشان مثلا ای مسائل پیش پا افتاده یا حل کرد نکن به نظر من ای مثلا ای چیزی که بحثی که شما کو جالبه یعنی سازمانان سیاسی به فکر ببند که یک رای حلش ببید و همه مثلا احتمالاً که ای بحرانانی که شما ذکرش کو دیما بیاد یعنی اوت آف کانتکس هم نه ولی به نظر من سازمانان سیاسی هنچه که رشد کنند به اصطلاح سیستم هم چونکه جامعه کنترل کنند از نظر دموکراتی و صاحب کتاب اگر که یک دیگر نیروان غیر دموکراتیک و لوٹند که مثلا اذا انارکی بیارن ته چه من فکر کنم توانایی کنترل ای چیزان شبیه هم سلامت به همه چیز من بلگشت کنم مناتوار میر مرا مناتوار تیگا پواشی گفتم بله تو فرض برشی تو تیگا پواشتن تو فرض برشی ایل لگا که مثلا جامعه تو شانی یه چیزی اصلا قبول هم جامعه که مبارزه بکن برسی با آزادی ها بڑی چیز گار با یه چیز من نه قبول نہیں جامعه که برو برسی با استقلال ہوتی گا یہ مثلا جد و جهد یا چه گواسته آ بالکل یه چیز گار با بله آی مکانیزم انگر روشن نه که چطور کار رسی با جا نه من جن گوشم اصلا کلام آ مکانیزم نه تنها روشن نه بعد پیچیده ہے که بلکه نرسی ده ها سال همی کنفیوژن تو کا گزی و هزاران دیگه فساد و جڑ و مصیبت کے میں گوٹا بلے فیدرالیسم بالعکس یہ صاف سیدھے ہیں راہ ہے و میں متکامل کم فوراً میں جامعہ یعنی ہم تمام تحول علمی فرهنگی مدرنیسم درست مر زیتر دم بدون شک ما اینچو جیڑا و فساد و جنگ و پترنگ و غیره بگوزن کشت کش ہوچا اسے گپ میں حالا رکھتا جا من فکر کنم بنا چی نرسه بنا جنگ نرسه هنچو که شهوه اتفاقا خبرانی اما همشیته که اگر من فهمته شهوت هم ده که مردمی که من وتی برداشته مردمی که در چه شهران زندگی کن تکلگ و میتگان زندگی کن اتفاقا ای دور وتی همه ترایب همه قبیله و همه کهنه سیستم ای ارگنایزم پیسر یعنی ترى یعنی من فکر کنم ای جنگ و فساد و ای کشت و کشار
بعد از یایگ جمهوری اسلامی شی ریوایتالایز بوده بازسازی بوده همه وقت زندگی قبایلی و مثلا مسلح کردن و این چیزا شام بازسازی نه بوده مهرب دیگه نه چون که نگوشن بلوچ یک دیر کشی بلوچ یک دیر کشی ها کشی آی وا کشت کش ها بله تو ایسا اگلا لانچو ایویڈنٹی مسئلہ یہ گفتا کہ یعنی اوٹومیٹک بٹنا زور پر کنا ترا گوشن بے ایسا اگلا مان نیستے پورا گچین واسطہ اشیا گچین بکنی آیا یہ دوینان گرک ساخت ہیں نه دوزان آگه یعنی چینه بگه گچین آگه چینه بونه ماشوار نده الان وجه گچین بیتی اوما ظاهر گچین کتو ایسا اگلا گچین نه دارنا او گرانی آسانی وجنم گپتے گپش پچی یا یک نظام دموکراتیک متمرکز مبید حتما باید فدرالیسم بی فرق پچی چی واسطه فدرالیسم بی اگر نظام دموکراتیک همی ادروانی حقا که شما لوٹه زبان و دیگه که منطقه تو که شهر و روستا و ایمانگو هر کس وقت متکارا بکن فرق چی گو یک حتما باید فدرال بی پچی واسطه من ما گفتم چی دلیل نداره تو چه فدرال یه ترم سیاسی واجه عبدالله نه نه یه ترم نظام نه گوی من آگوشن البته جواب ده من فهمیدی چون چی شده من زن چی شده موشه فدرال یا ترم سیاسی وقتی که حکومت فدرالیسم معنی یعنی تمام حقوقا یا باسته پکیج معنی ته اگر یا آزادی دموکراتیک حکومت بھی غیر متمرکز ہیں بغیر نه نام نه فدرال من گوشت من تو جواب دهگا نه تو به نه نه آلبانیا او ده یه مسائل نیست آلمان چون فدرال نه جوان فدرال نه آلمان حکومت فدرال نه بلژیک فدرال سوئیس فدرال آلمان فدرال پچی نه آلبان توشه فدرال دی نه هیچ آلمان آلبان فدرال آلمان آدمی هیچ فدرال نه رسمی فدرال نه فقط فدرالی حکومت هیچ منو گوش کن هیچ فقط یه آلمان دبل فدرال فدرال نه فدرال زبانیه نه آلمان نه زبانی مطرح چون آه زبانی ثابت تو آه نه فدرالی واسطه ده یک حکومت نظام فانکشن که فدرال چو انگلیس ها هم فدرالی فانکشن کنه بل فدرال نه بریتانیا نه فدرالی وقتا نه متو شو عزیزم پکیجی متو چیه فدرالی ترمی متو ترمولوژی رسما یک نه کشور آلمان رسما یک کشور فدرالی من گوشی اصلا جمهوری بحث چی فدرال سر نه آلمان با بحث چی سر پچی یا شما را اصرار به فدرال پچه شما تو حق من حقوق گوش باید نداره پچه نبرن من فدرال عین عدم تو یا جواب تمرکز دهی حقوق تیمت من نیله دور کنه میرادم عدم تمرکز گوشه چیتره عدم تمرکز من همین در راسته تو مگو فدرال یا پکیجی یا سیاسی واژه نه ما آلمان نگوشه ما فدرال زبانی یعنی مثل سوئیس مثل کانادا مثل بلژیک یه دابه فدرال زبانی بنیاد سرا ما یه فدرال گپا کنگاهیم از مردم یه فدرال گوشه اگر یه فدرال به معنی یعنی یه پکیج پوره و انچو که این نمونه بردم و پکیج باید بدن اگر به فرض خب یه پکیج آمده گوشیم ما با پاکی همه چیزان دهیم بل نامی کنه کراگ اصلا نام پر نکنه قانون اساسی چیزا لیکن بل نام پر نه قبول نه ماره هیچ مشکلی نیست درسته به فدرال مار از آن چی مار ورق گرزه سیب مار گرزه مار نام پر نه سیب نام بکنه پرتقال بر مار سیب بده نه گوششی پرتقالی ما ولی سیب آن ما وزن پرتقالی نه سیب نه پرتقال نامه یک بات دیگه میرادم بگوش وجه اجازت هسته من نزانم که نوبت من هست برای میرادم که دیگه اب تمام بی تو پرتقال و سیب نام آواز کنیم جی جی بس برابر مراد بفرما واجه مراد برای خوبان هم پورا واجه منطقه که جی عبدالرؤوف جی منطقه وجه فدرال یک سکی شهری نمونه و شهری کاری بلا پمینی حیالا نام په ایران فدرال شهر په بلوچستان یعنی بلوچستان اگر آزاد بی مثلا یک وڑی رخشانی و مثلا مکرانی و پای وتی فدرالی و براهوی وتی فدرالی و مری و بوکتی هر کجام وتی فدرالی یہ بیت کانت یک ملکی که در آمول مثلا آلمان مثل یک همچین جاگاه ہے معنی ہما گپک ما گوشی اگر در ایران ما به معنی علم جانتی گپ من لوٹتام گوش کرد گپ اشد که شما گوشت که مثلا اگر ما ایرانی تو کابا معنی می روزگار شرطر بی منی حیال اشی برعکسه شما فکر بکنید سال 1350 که واجه شاه تاجگذاری اما کو سک هم قدرتمنده این بحرین چای جدا بید بحرین
یک گوانتوکی ملکی و یک امکانات مختصری حالا شما فکر واجه که من دا اجازه بده بلوچی پچه سه شپن که تو همه گپ کنه شر از نظر تاریخی من صحیح بکنه بحرین هیچ با جزء چه ایران نبیده زمان کریم خان زند یک لانچی او د جنین ته دریا چه حسن اهوازی آتیم اهواز حاکم و بحرین حاکم یک کی بند زمان کریم خان زند نقشه زندیان هم هستند من توییتم کرده بچاری نقشه زندیان و ای عرب ای مثلا بحرین و قطر ایشان آل خلیفه و آل ثانی ای سیادند ای ملک حاکمند ایران بحری نبیته ایران ادعای سری بیته ولی هیچ کجا رفرنس هیچ چیزی حتی که 1885 اهواز شاید قسمتانی چه مهراجع اهواز مشکوت ندروم نه بله ولی من بله گشتری هم تکمیلی کنه نمیشه بله نیم دقیقه دیگه تو اهواز آبادان هم اهواز هم 1885 جزء چه امپراتوری عثمانی بیده نون ای رفرنسان پشه دیگه دلپدردی و دیگه گناهدگه سنگتان عرب یاری تو ایدگران چیزانه که مثلا ادعای حد همه ادعا گوشاگ ببین ایرانیان فارسیان بربر گشتر همه کلمه استعمال کنند که بگویند که مثلا شه چین بیورزه بوده خب شه بیورزه ید ولی بحرین چه ایران هجبر نبوده سلامت به ندرو پیلی دوتا ادمیانجی حتی وجه من خیال وجه سیده به بعدت قول میشه تاریخ سر مهراب جان توبتی گپا کو منا خبرینی بچه هر کسی گوشید که منا گوشان چون که من گوشان صحیحه منا هم خبرینی تی گپا ولی من برات من عزیز بحرین ته تاریخ بچه 14مین استان ایران بیده و وقتی که بحرینش هم ادعای به بجه اصطلاح ای دو اجازه دانک بفرمایید صندلی اجازه هم ته بفرمایید پارلمان ها ته ایرانی دو دانک صندلی هم اشتا بلاینی ادعا واقعیت نبی خب من گو رفرنس کن تو خبر کنه دوٹه باند پوش بر تو رفرنس هم دیم دینا تشکر ندارم چه تی رفرنس ها نه این رفرنس ها من همه دام وانگو همه دام که تو هم وانگشت من وانگو من گنده گو ندارم پتی سر 14مین استان ایران میچی بیتا وجه بحرین بیتا بحرین جز ایران بیتا برای قرارداد بود برای تنب بزرگ تنب کوچکو تنب نزانو ابو موسی و این مسئله تر بود حالا منی گپ خبر چیه ندارم پتی سر حالا کسانی که لوٹن تاریخ بیچارند مسئله نه گوگل هم بکنه که بچی بحرین بجنه تمام اما تاریخ و هیستوری یه ایت ندارم پتی سر یا اگر کسانی که دیپتر و میختر لوٹن شی سر بار بحث چی بکنن مطالعه بکنم مسئله نه ولی ایشی یه چیزی بیته که یک زمانه که حتی هرات هم جزو ایران بیته ازبکستان و نزان و فلان چیز هم جزو ایران بیته بچه یک گپی که هسته یک سری مسائل تاریخی هسته یک سری چیزانی هسته همارا که میدل لوٹی پیشش بکنی مهم نه ولی هراتش هم به اصطلاح که دا اتفاق هراتش هم بخاطر همین آب بچی بحر کو همین آب هیرمند که بیاید یا یک بی یک چه معاهده ها به قول تو وانت شیگه ما هم وانت بر همین اساس شام معادله کو حالا اصل خبر چیه پچی من ایگاب بکو مسئله ایشی نه که ما الان بررسی بکنه چی بود نبود استان 14 وجه چه ایران جدا بید و هدی که جدا بید شما فکر بکنی یک کشور گوانده منی گپ منی خبر ایشه که بلوچستان دلیل نه که ایران ببی روزگار و معیشت و نزان چی شرط بی تا زمانه که وتی مستقل ببی مثال من عرض کنه گوش به خدمت ها که 1350 وقتی که بحرین به طور کامل از ایران جدا بود و یک ملک بود مروچی اگر شما آگی زندگی و شما این روزگار را بچارید برای شما مشخصه بید که زمین و آسمان همه بحرینی به اصطلاح میچی فرق کم از وضعیت زندگی آیا حالا غیر چای شما عمان در نظر بگیری یک کشور کوچیکی که 2 روز روبروی به مکران یا به اصطلاح بلوچستان آدم چی قرار دارید در حالی که جمعیتی هم کمتره مثلا شما اگر در برابر به اصطلاح بلوچستان ایدم در نظر بگیری شما روزگار ای بلوچستان بیچاره همه امکاناتی که عمان دارید ایدم هم داری بلوچستان
ولی روزگار و فلاکتی که به بلوچستان رسته با توجه به موقعیتی که ایران آی سرا حکومت کنه که ايش مروچ روزگاری قطر بیچاره مثلا کشورهای امارات بیچاره من بحث اول تاریخی و یک سری چیزا نه من گوشم که دلیلی نه که ما چندین ملک ایران توکا بی می روزگار شرط بی تا وقتی که ما مستقل ببین البته در چی که ما مستقل نه باز مشکل بی باز مسئله پیشی بحث جدا ما اگر پر نکنن او هسته ولی شما اگر فکر کنیم با تمام این معضلات بلوچستان به لحاظ جغرافیایی تاسف من که ما به لحاظ جغرافیایی یک جاگاه سرزمین بلوچستان یک جاهی که مثلا 60% گاز پاکستان به طور کلی بلوچستان شرقی دیگه شما تجسم کنید بلوچستان شرقی تا 12 میلیون نفر اگر شما جمعیت در نظر بگیرید در مقابل 350 میلیون حالا 50 میلیونی ما گاز ندارید 300 میلیونی گاز بلوچستان شرقی 60% پاکستانیان داری گاز دیگه حالا شما تجسم بکنید که ایشی به طرف بلوچستان برگرد خود بلوچستان و اندازه 12 میلیون یه مثلا 5 میلیون آدم 2 میلیون مثلا گوشانا که شما بگر 20 میلیون به صورت زنده در مقابل 300 میلیون 20 میلیون اگه استفاده کن آدگاه حصه ای که نتو استفاده کن چیه کنته آب های کن تو روزگار بگذارید و به اضافه شی که نفت هم داری امکانات هم داری طلا داری همه امکانات داری بجار همین به اصطلاح قرار دادی که ایران گو چین بندگی یا پاکستان گو چین بندگی برای گوادر و ایدیم چابهارا اگر کشوری بودیم نام بلوچستان و ثبات داشته بودیم امکانات داشته چی داشته بودیم استقلال داشته بودیم وقتی بجای اینکه ایران گو چین مراوده کو یا معامله کو گڑا بلوچستان حکومت وات به اصطلاح چشم بلوچان این معادله کو و این روزگار مردم بلوچستان بهتر بود ولی در این که ما حتما باید در ایران به روزگار شرط بیته ایشیگه واقعا هیچ پیمی مسئله نیست در حالی که ایران از ما وجی تو وار تو پوات زندگی اردکانته همه طور که ای عربان ورگه در حالی که من فقط یک گپ به شما را عرض کنیدم یک زمانه که وجه رحیم زرتکوهی که بنیان گذار راج زروم بشه یک گپ به گواندی کرد هنگت هم به اصطلاح ریلی هسته مطرح کو که اگر بلوچستان تهانا همی بودی تیابی کشا یک مردمی گو یک رملک که برین دیتے هر کشتی کرو $5 بگی شانی که ای می حضور رسا ای می به اصطلاح بلوچستانی دریای گوزن فقط $5 از هر مچی بگی ته بلوچستان آباد بیته وتی مسائل وتی مشکلات بی ای حالت یک گانڈو دختر بچه کوچی که خاطر آب آشام دینی و ای حالت بلوچستان سرا نبیته وقتی که بلوچستان آزاد بی آوات بیوتی حالت تون با دنیا مشکو حتی با همین ایران در کنار وات یک کشور به اصطلاح همسایه تون ببین تون با این مراوده معاملات به اصطلاح اقتصادی بکنته تو خیلی راحت مراتب زندگی بهتری بیته به قول معروف CIA اگر مگا پاوران ما بوانه تون تیم بلوچستان در آینده تون به اندازه 17 کویت تون ببیته یعنی اینقدر تو مارجینال یا به اصطلاح درآمد سالانه ای ببیته نوشیه که ما تا زمانی که در یک همچین معجون به نام ایران هسته یا پاکستان که هسته هرگز به جایی نرسیم برای که یک سری قسمت های دیگه فقیر مارش البته فقیر داشته ملت سرزمین بلوچستان فقیر نه فقیر داشته اگر ما با شام مبی بهتر از قطر بهتر از به اصطلاح بحرین بهتر از کشورهای دور اطراف خلیج خواهیم بود فقط همچین لطفا عرض کنم ببخشید باز واش واجه بلوچی صاحب واجه خوبان تو گپ بجن سان چترا واجه بلوچ عبدالرؤوف گپ جانتے که گپی نجتا بفرما واجه خوبان عزیز سلام عرض ادب راسته مکران عزیز میتوار هست برابر صاحب برابر بفرما سلام عرض کنی خدمت تمام و راسته و دوستان
مکران عزیز ته اینکه زحمت کشه تلاش کنه دغدغه داره که آدم دل نبی که بیگ بوده مخالفت کنشین یک ذره شاید رنجیده خاطر به ولی فقط یک سوال کوتاه مشه بلوچی عزیز داشتم در حد یک 30 ثانیه فقط عدد که فت مقدورین یک عددی مونده تا چون ساله که بلوچستان نه بلوچستان ساکن خارج ایرانه من سرکش نوانادرم پدا بگوشی چیه گوشته چون سال ایران ساکن یا بلوچستان خارج است یعنی مهاجرت کرده شه بلوچستان چو سال تو دانه یا ملک تو که بچا ندرو یہ گپی که هر وقت یہ دوست و سنگتان یہ گوشن چون که یکی در نای یکی تو کای نه ما یکی قصد نزان قرار فلان نداریم نه قصد قرار نداریم نه نه قصد قرار ایشی هیچ نداریم فرق نکن من قصد کجا قرار ببون چه فرق کن ندرم پتی سر نه ما فقط گرفتاره آخه واجب بلوچی باشه کافیه من آخه بلوچی نازنین که یک جوری قیشان قیاسه کنه مثلا یک بحرین خوب بحرین یا گویی بلوچستان مقایسه کنه عمان یا بلوچستان مقایسه کنه بلوچستان جغرافیا یه نسبت به عنوان یک آدم بی‌طرفه تا شاخ دنیا ایش را رو کاغذ بنویسه مثلا بده عمان و بلوچستان و حتی کردستان و حتی بحرین ایش را تا شاخ دنیا هم یک آدمی که اندکی آگاهی سیاسی داشته بده گوش آقا ما لوتین ته جغرافیا به کشوران اعلام به منطقه اعلام استقلال کن حتما شک مکن او پارامترون که در نظر بگی بلوچستان جغرافیایی اصلا قابل مقایسه با عمان و بحرین حتی با کردستان نه بلوچستان ده یک جغرافیایی هم شرمنده شد بعد دوستان تحت داشته بود بلوچستان ده یک جغرافیای بدبی و وحشی همسایگانی داری که به مراتب اصلا ته هیچ دنیای دارن زندگی ایشان قابل مقایسه نه بلوچی بحرین و عمانشان حامیان قوی دارن همسایگان هندو چیه اوتی منطقه حامیان قوی دارن اونا پروموت کنن چندین پایگاه نظامی ها و اطراف هست بلوچستان این امکانات رو نداری و یکیش دوستان گوشتی فکر کنیم مکران عزیزه گوشتی که ما فکر کنیم 13 هفته دقیقا تاریخ نزنیم فکر کنیم 13 72 73 72 همه هجوم یارتن به سمت مسجد مکی و شهید کردن حدود فکر کنید یعنی دقیقا نامرا داریم 10-15 نفر شهید کردن و مجروح کردن آن موقع ما را هیچ رسانه پوشش ندادیم علتی چیه؟ چون آن موقع مردم ایران تحت تاثیر دولت مرکزی هستند و هر برچسب که مشاهدتی همه برچسب مروجی که شمش ما رسانه دارن حمایت کنن فکر میکنه یه احساس به مشا دست بدن که ایشان دلسوز مشما ایشان فقط ایشان مشا تشان مسیر دارن حرکت کنن و بعد مشا شیعی مسیر وتی چیه برداشت کنن یه مبی که مثلا فکر کنن اونو مشا یک ذره پروموت کنن یک ذره مشا پشتیبانی کنن یک ذره چیه کنن ایشان ته بانداتینا که مثلا قرار میشه اعلام استقلال کنین یا هر برنامه داشته بیم همه مخالفین جمهوری اسلامی شما شک مکنه که گومشان مقابله کنه مروچی ایران حکومت ایران ته ضعیفترین حالت ممکنه چه لحاظ مشروعیت داخلی و مشروعیت بین المللی ته ضعیفترین حالت ممکنه و ایشی یک چیزی که یک حقیقتی وجود داره که بلوچستان برعکس قوی ترین دوری تاریخ معاصرنا یعنی خبر که گوشتن داری یعنی من هر نوعی ترجیتون این وانگوی ولی این که مثلا بلوچستان صدای قوی داشته بیشه تاریخ معاصر بلوچستان من جستجو کردم متوجه نبود فکر ایران تا ضعیفترین حالت ممکنه و بلوچستان تا قوی ترین حالت ممکنه تا حدود تو نمیگوشن یک دولت مستقله همه یه حالت خودشیفتگی میبی یک دولت مستقل ولی تا همه شرایط مش تریبون نتوانه اعلام استقلال کنه حتی اعلام فدرال اگه تا همه حالت کنه مستقل شدید مش برای بایکوت کنه مش ما بعد موقع نباید خلا خبر دیم فکر کنم مثلا چی نه تا یک حدودی که بعد گذار همه حالت هم حالت شورای و فدرال تا همه حالت و مش ما همراه بیان به نظر من کفایت کن و گیشتر شیشی به نظر من چون ساکن بلوچستان شی پرمشه پر هزینه و هزینه بمشه تحمیل کنم ممنون هنو میگه من
یک لحظه واجه یک لحظه چند واجه ثانیه واجه چند بلوچی ثانیه بلوچی جان یک لحظه فقط یک ثانیه من یه چیزی گوشه چشم واجه خوبان تی گپ تمام بیتا زبردستی سر تو تی گپ جتا و تمام بیتا یا نه تو بلوٹے ادامه بده من ذاتی اینترنت کات بھی اگر نہ وہ واجه بلوچی اش کونے پر زیتنے واجه عبدالروپا کے واجه عبدالروپا گپ نہ جتا واجه بلوچی ساک کوتا که بریم به سمت واجه عبدالروپا مکرون تمام چشم شد ندارد چشم چا مکرون وهاب جان تمام گپی که تو چا وهاب جان گپی که تو کنه منا هیچ مشکلی گویی نی بله در چیک ما یک دیگر را جست کنیم کی کجاییم کی کجا نه خب ندارم اگر من این خبر کنون تو نلوٹه بکنی تو این مکن اگر تو تهایه دیگه براتانی مکنن تی بیچاره گپ ایشی نه چونکه همه چیزی که من گوشم مثلا باید حتما همایی ببیته و یدگر همه راه بزورن ما انسان های مختلفی ما تفکرات سیاسی مختلفی داره با هم دیگه گپ بکنی اصلا مشکلی با هم دیگه نداره با هم دیگه حل فصل کنه همه طور که شما بچر وجه دادور گپ کو من وتی گپ کو آواجه وتی گپ کو ادام ما باید بهلیم به همه مردمی که آدورن یک بران میش کنن باید به اصطلاح چای نتیجه بگیرن در شی که کی کجا این چی کن چی فلان یک دیگر به اصطلاح بجنین بی پا بکنی یک دیگر خیانت ای شرری کاری نه دقیقا اصلا جتن دو نفری مکنی واجه جتن خوبه وابر خوبه تی گپ منعکس بی آیا تی گپ جات اصلا شهر دیوان دی مرا وگه پر واجه بلوچ هم منتظره دو نفری مکن تا ببخش برات واجه عبدالروپ بفرماج جی منت و درود رهبات ساعت بی وقت نشته که ساگتون گپانچ دیر ترین گوش داره اسم ساگت با گپانچ جتا ما یک دو کیسه و که جنو کسانی گوشش بداری رنده گره مشما گپ برین دیما هنو یک وٹی تا هنو 44 مردم بودا و 47 بودا 50 شتا تی 50 تا درست جز بکنه درست واحد آزادی بلوچستان و اشغالی و استقلال درست بلا استثناء هر کسی دل تو دست به بکنه من عبدالروف دل دست به بکنه اولی چیز بلوچستان آزادی ولی آزادی بر چه مبنایی این آزادی مبنایی هستی روشی هستی راهی هستی رهبندی هستی سنگت یا هوشکا ما شما گپ بجنی چری گپ بجنه که گروپ اگه دروت دست چیز بکنن بیان بردا دو سه ساعت هنچه گپ بجنه بلا توهین مبی سنگتا احمق هنچی را نشتگن گوش داره درو لایک مردم خبر هنچ انزانه برابری سر همچنان که دیدی ها دو ساعت اسپیچ ده خبر کنه چنشان شرطنی خبر زانه و خبر نه براتا چری تو دستانه که چست کنه دلت تو کشه ما چاپ جنو چاپ زمانی بیتی تو حرکت بده دوی دستانه نگور چاپ اتوار چستی بی ڈولی گوشی که من ناچ کنو ناچ دریکو اول ڈول زور پرکن دسته به آواز هیچ به هلو هلو حلوای نبیتم براتا یک مردی باگی هستی بگوشی من این بری چانگال ورن شهری چه چانگال مرو زحمت مکشی شهر نام یاری شهر آرت میاری آ چانگال هیچ به عد نبی وارت نکن اگه وقتی کت نکن 4 نفر دیگه بچه کرو داریت چانگال مچ زحمت کشی آده کشا مچ بچه بوری آرت عد کن نو صاحب نندی وارت سنگتان براتان چیگوارا ود که ملکه تو جنگی بدا چه ملک در نبود دهنا ننشت اوتی گروپ اگه خوشکش و بدش و هرچی وارتی همراهتی جنگش دا مرد نجیب کراچی نشتگد کراچی ویل کا گاسمانڈی لوگ شد بنگلادش آزادی واسطه مردی که استقلال لوٹی زحمت لوٹی حرکت لوٹی جان فدایی لوٹی قوم آمادگی لوٹی راهنمایی تنها نه به خبر بگوشه که بیاد دو سه ساعت اسپیچ بده گپ بجا مدروس زان استقلال واشه زان کی نزان زان مولی عبدالحمید صاحب نزان کا شاهو صاحب یک اعلان بدن یا تا شهریار اعلام بده که مولوی صاحب چه مولوی صاحب هیچ اگر نگواشتگن هنچ فقط یک زهرشانی مانش بس 110 نفرش کو آی هنچ بگوش مروی چه استقرار تو چه باند هزاران نفر تیرباران حکم اعدام مچی بیوده نبیته ما شما یهایده مردی هستد را داره چه شپا مچ روچا را بهای کتن دو نان بوتن نانش یا لوگ یا نان جنوا یا نان مردوا یا روچ شو مسیت مولا نشتگد واز کنگد بده یا الله نام یک بده واجد هفته ده
مرد گوش داره یدگر رو چه هر چه شد وشی بده په الله نام یک نانی مچه یک دیره می تو بده واجد هفت دیره میدن یدگر رو چه مرد را دار چه دار کیاد مسجد همی آواز پدش کو همی چقدر غریب دیتی یا که دیره می چه اسکو دا یا لوگه جنین جوس کو ها تر بیتی یدگر رو چه یا یک نانگو بت کاپتا ورتا کاپی ما ورتا مروش تر هیچ گونی وشی مولا گواشته یک که بده واجد هفت ده واجد من تر هفت ده گوش شهر گرچی ها ورگی گوش هیچی نیست هر ساگا یا چون de کوته راه داده همه کوته گشنش دوی نه وری جوا هوا گرم آگه جنی آدم نی لاپی گیب مرده شود می جنگل یار رنده شو دو رند شو سه رند شو چهارمی پنجمی آیر یا جو دو که چیزی کو کچوا سپاه کنو دیت هم ده هب دیره متا بوچو که باسته زور تنتی یا لوگه هیچ چیز نه یه دیگه روچه مسیح تشکد مولا اپدا هم واز کنه گوشی بده یکی واجد هفت ده مرد پاده وسط جمعیت وشتا گوشی مردم واجد ده برچه واجد مردم مرینی هفت نده پیده بیا اسپیچ بده گپ بجا استقلال وحشی چیزی دانه خیر دوست نبیته که سانگاد ها پچای پدرالی روٹی پچای نزانو جمهوری روٹی پچای نزانو دیگه راه بندی به کاپتا یا نه که فدرالی چنو فدرالی البته دنیا تو نو فدرالی یا زبانیه یا سرزمینی چیه سرزمینیه شو مشخصی نه فدرالی دیگه نیاز نه که تا هر شب جوز بکنه که فدرالی چونی فدرالی البته سنگتان جوز بکنه سنگتان اساس نامه نوشته که چونی نو فدرالی البته شو مشخصی پدری چیز نیاز نه که من تا هر شب جوز بکنه که چنو فدرالی ما البته یا فدرالی سرزمینی بی یا زبانی بیت تمام برات شو جستنی آس هنگتانی که گوشه هی هر شب استقلال اور مرد اول تا وقت چیه کنه که در نه چلی خبر ماشون یه خبر یه 47 نفر هنچ نینده تو صبح این بلبل خبر کنه ولی چه خبر عمل زمین چه آسمان پر تو چی چو سازماندهی کتا تو چی چو آماده کتا بنی گرو تا وقت تک تانا وقت چهار مردم نشته که استقلال لوٹه یا نه تو وہ گرو اڑ کتا آماده اگه تی جند شده نکتا ملک تو آیا تو گروه اڑ کتا پشتیبانی کتا سازماندهی کتا تا وقت فقط به خبرت ما بیاین خبر جنگ بدین هر شب یه سه شب خدا شهریار جان مر سردار دیگه گفتی استقلال بست و ما بسته و خدا مرت سردار داده نه ما تو گروپ جت کنی الان و دوش مرا گروپ جا سای نفر ننده الان و سار نیست که به ود مبنی ده چارگاه مزاق بکنی نه نشته هم ده چهره گوش داری اگر چهار شوقی الان ما خبر کنه که الان خبران یه سنگت یه تنکار که سنگت نظرم بنی اسرائیل قومه و ما شما نه یک شهری خبری کنی 100 نفر نوی نیمان باندی شهر پدرالی چه نوع پدرالی بی فلان ملک پدرال چوشی بابا همه کمی فدرالی بی بل بدیانتی پہلا هم پدرالی هنچو کلم گوش اور نماننا کا زمانی که تو فدرالی نماننا ورتی استقلال چون قبول کنه استقلال تر هم آی وقت آمریکا دی ما هر رو تهدید کنه کوین گورت من تر هیلیت که ملک تو که مولانا اعلام استقلال بکرده این چون نگاه که مولانا استقلال چه مولانا قوم نادوستین که پاک پکوشتین بده نه بابا این مردم چی رو پخر نشته که خدا علامه داره ولی احترام کنه نشته که گوش داره که هیچ نگوشه وگرنه یکی واقعا چون حق شما ما بست بنیندی قومه واسطه سوچ بکنی آقا یه بار برگ لوٹی آزادی میگم ولی بار تو کم کم یارنده بر دیم جمعی بکن یا جاگا نقطه آخر و تو آزادی رسه ولی تو همی کم میگین لازم نیه شما برو دیم قوم شدیگه قوم هر رو کشک بگه قوم آب بورگ نی نام نیست آرد نیست نزانک دیزل نی ملک حال شما صحیح که بوده چون مردم چون زندگی کنه برینجی که په 70,000 بوده هن رسته په 500,000 600,000 یا ڈالی رسته په کیلو معدسی بوده گریب آب کو تو وارته هن رسته په 300,000 کیلو پنیر بوده 10,000 هم پنیر رسته په 70,000 تخم مرغ رسته په 70,000 50,000 هیچ چونه گپ های ما بسته که واجه چش تخمق نگوشی چه شانه واجه چه بگوشی 120,000 تخمق 120,000 شانه والله نشی چه معنی ما فقط نشته بحث استقلال شر استقلال تا اول و پاد حرکت بکن چری ما اول گفت تا وش ما حلوا ورو حلوا یکم که زحمت ما برو آرت تیار بکن شکر تیار بکن روغن تیار بکن هم آس تیار بکن کڑائی تیار بکن نو تا حلوا ڈبی تشان تیار نکوتا یک چیز صبر زبا کیا که پامکن یہ سایش به مشمر شهر گوش داره گو
بله بيلي بله موت جان شارع خيار قبل زنا خياري بلو تشيرا همران نيندو اصلا ما فاهمه كان راند هاركس رتي برتي ساجين شاب بگوشي دا مگوش داره چیرا بل بحثی اول شما چیه کتا چری براتا میں ود سوج مده کو قوم درو علامه دهره درو علامه دهره اما جوان چوک بخدا هنو هم بحث هنوگی چوکان مات که 2 سال بیت بخدا هم سکس بحث دار قدیمی زمانه طرف 17 سال بوده سکس نزانت چی بلا درو در واسه مشرو هن چوک هر سال رسی زان یه چیزان شما یه حتی قوم استقلال سوچ دید نظام پلاس سوچ دید شهر تا واد چیه کتا تاول وتی قدر ظاهر بکه ما په استقلال ما لوټه بل ما یه حرکت کوتا یه کار کوتا تا یه جاگ رسته گو بیای مردم من پوج آماده من چیز آماده لشکر گومن گون کپی آیا تو لشکر تیاری کوتا ما یک مجا شاو جان شما لشکر تیاری کوتا 22 سال آد مردم هر رو پکوشته رواگن گن چری هر که بلا نسبت خری یار رندی پادیم مشکی کپیته دوباره گا راه نروته باز باش دیگه باز باش راهی رو انت ابا چی بیت تمام باز باش شی گپ پیجت ایگا استقلال بحث کنه شهریار جان تو اول تی من من سنگت من برات من عزیز تو چی کو ته پیش چک بغاف ما شما گوشه در علامه دار ها برای جنگ مده آه. ایج بر جنگ مده علامه دهری ما شما ما بیا هم باند شهر شروع کنه استقلال بحث من چطور شرط نه خبر کنه استقلال ولی بحث چی من چی کو ته منی عبدالرب اول ما تو گوشو ما آیا په استقلال یا حرکتی کو ته موتی جان چه مول وتی جند سای در برته در نه یاته گو ما چون حاضر وتی برات پکوشته بدم وتی ناکوزات پکوشته بدم وتی قوم پکوشته بدم زمان که من وتی نه پس زورتا جهتا گو کلام بورتا گوریدی که قوم چون راضی گو من قوم سری درد بکن قوم دانتانی ببوجی یا پیٹ ہوں برچیتے باز تیاران دیوتی بار بچار بار صبح کی باری یا گرانی باری اگر گرانی صبح کی کا کام بھی بار اگر بار دوره هر دوره برا نسبت بار اگر چیز کنه نبی هر بار کر بار بود پی بکن نوگی بار پر منزلی برسه باز باش راه هستین روش دیگه ای چونه که باز ترنم باش گوش عبدالرب جان تی بتی گپ زبردست وشی گپ پتا و چی آی که تو کتا چوشن تی اما ایرادی که تو گپتا ایتی ایراد پا حق کتا بلوچستان آجوی یک مزنی گپی ایتی گپ منطقیه و ای گپ تی راستت که تو گوشه که تو وقتی که بروت آجوی گپا بجنی تو باید زبردست کار برابری سرا کتگن و ترا یک نیروی نظامی زبردست تر باید ببیتی که تو ای چیز تی گپ منطقیه شی گپ متیگا هیچ وقت یعنی نتوانا که تو ای جاک جنگه تی گپ تی جاک درست ما گوش کنا و شرین گپا تی جاکا من دوست بینتی تا گوشه که تو که آجی لوٹه تو بدی کارم بکنه زبردست من هیچ تی گپا نیسته گپی نیستی راست تو گوشه ما بله یا چیزی تر گوشه ما ہمیں حرکت شروع کتا یعنی ما مرچی اگر تو ماترا بعض چیز پیش داشت نکنی کہ ما مثلا چی کتا چی نہ کتا بلکہ میں کار آدابا سا کوی نہیں ملاحت کار کتا واجہ عبداللہ آیا ما و تعظیم سے شروع بیتے گا استقلال طلبیے چیئے تو کت کا برنامے گا واجہ عبداللہ آیا بعض کار کتا یا مثلا ہمیں فیدرالیست خواہی حساب کتاب تو کا ای ہم دیرگین جونزی کہ بلوچے چوکاں وتی دستا گپتا واہنگا تک روگین اگر پا ای بیتیں کہ شما بیایتا ترا ای گپا تو چو گوشت کنے کہ ما شما فعالیت کنگی نا تو یہ عبداللہ فعالیت کنگی تو شاریہ فعالیت کنگی ما ہم فعالیت کنگی شما پارٹی یا واجہ ناصر بریدی ہم فعالیت کنگی ما شما درست فعالیت کنگی بل اگر ای گپا چو مارا جوست کنتا کہ کئی فعالیتاں چیچو میتراج پہ پیش بدارے اسی وشیں گپی نہیں دیگی گپتی درو زبردستی گپی تا ما شمارا ای جوستا شما ہمارا مکان تا کہ شما چیچو کار کو تا ما ہم شمارا ای جوستا نکے ما زانے کہ شما ہم کار کنگے تا شما ہم ہمیشہ بزانتا اگر شما 4 دانا قدم چست کنتا ما یک قدمی چست کنی سلامت بات ہے تی گپ بادی گپ نے شرین گپ تا ما تے پاکا تی گپ پنگو و شاو تو گپ جنے بفرمو جا عبدالرو پہ گپ شرین گپ پا من اگه اجازه بده من فقط یک چند دقیقه وجه چون که ما رو مخاطب قرار ده من یک دو توی گپ بگو شو اجازه بفرم بجا واجه ما کسی را نویتی دشمن زانی نه کسی را روف جان ما گوشین که چیه بکن چیه مکم ما شما بیخیال کتا ما شما تی کلاب هاوس گپ کنگین کس ادعای نکن که رهبر این تو نزانم فلان کن تو بهمان کن
ما شما یک سری اتاقای روشنفکری دارین و همدیگه گپ خبر کنی که چه یک دیگه یاد بگیری. هیچ عصبانیت ضرورت نه. نه تو منی دشمنه نه من تی دشمنه ندارم پتی سر. من عصبانیت هیچ یک تو وقت مگوشی منی ندارم. آواز هم توشه منی آواز وارد ولوم برزن چشم وارد چشم من من الان هیچ به عرض مگوشی عبدالو تو عصبانی بچه نه من هرچی مگوشی عرض بلند کنم. بله آواز برزه الله برز کتا من باش چی باش بکنه شو ندارم. کشا بود نبی باش من و هیچ دوم کد من من نام هیچ من کد نگفته یکی من نام من نگفته من یکی هیچ زیر کد سوال برو ندارم. من هیچ مگوشی کد رئوف منی جان نام من هم هیچ مگیری کد من رئوف جان من تی گپان هیچ کد من لوٹان اشیا بگشم کس ادعای نکن تو چو فرض بکن یک مردمی لنگن تو لوچن تو پبی کپ بدنی کار نکن فقط خبر کن فقط خبر بلده آیا ایشیگا حق خبر کردن هستی آخه چونه مثلا من عرض بکنم بسیاری از کسایی هستین که فقط تئوریسین هم فقط کتاب نویسی فقط گپ کنتین دیگه هیچ چیز تو آنای نی اگر بتونتین باور بفرمایید همین توپنگ کلاشینکوف بلکه چیز کرت نکن آخه ایچی رسمی ایشی چی دوده که ما هر کس خبر کنته که تو باید پادایا بیا بلوچستانی تو کا یا نزانو فلان بهمان بکنه یا مولانا صاحب چون که فلان چیزی گوشی مولانا صاحب اگر وقت و جایگاه ببوتی مولانا صاحب چطور بودی ملکانه لوٹه چون نه ندارم پتی سر هر کجام چه ما شما یایی یک دیگر پزور مچیه کنه بهتام چنی که چون که منی به اصطلاح ایدئولوژی تو تبلیغ نکنه تو وتی ایدئولوژی تبلیغ کنه پس من تو دشمن نه هیچ کس دیگه دشمن نه تو یک طرز تفکری داره من یک طرز تفکری در شی که یک دیگر شگام بجنی که بیا نزانو تو چوب بکن تو پنگ بزور برو نزانو سازماندهی بکن برو یک کیر پکوش بده بابا درو چور نه دروچ و نهان در هر سازمانی حتی سازمان حزب مردم هم تو در نظر بگیر یک کمیته مرکزی داری یک کمیته صلح بندی داری یک کمیته تبلیغاتی داری یک کمیته دیگه و دیگه و دیگه و دیگه و دیگه داری تی سازماندهی داری درست اینا یک فرم کار کرد نکنه رؤوف جان چرا ما یک دیگری دشمن زانیم ما شما یک دیگری دشمن نه در یک طرز تفکری ها من یک طرز تفکری ها همه که تو گوه درو دانشمند هید جالشتگان خبری که من کنم خبری که تو کنه به بلینی به همایان تصمیم بگیرن پس کسی را اهانت نکرده که جهلگی این کسایی که نشتگن متوجه نبایگه یا نه من یا ویتی گپ کنم تو یا ویتی گپ کنم علم جان ویتی گپ کن عبدالله جان ویتی گپ کن وهاب جان هر کجای ویتی گپ کن ما شما مروچی باید ای دول بکنه هیچ کسی دشمن نه من باز پهل کم من کم شوی اتاق در کنگا من باز واشحال بتو تشمی اتاق من نه وتی بنت نظرات واجه من بلوچی توانایی و شکران دو یک تفنگ سی چیز ثانیه نه کنه واجه بلوچی یک لحظه واجه باید پاچ مکت بری واجه 30 بلوچی ثانیه عزیز چش یک لحظه یک فقط یک دقیقه صبر کن واجه بلوچی تو دیوانه تارک مکان تو هسته واجه درو تی ما یک براتی تر گپ بکنم منطقی تر گپ بکنم اگر این شهریار اینه که جاک جان خبر کنتی شهریار تی مسترین و شرطرین باز کی وای به حال آروچی که شهریار توار خاموش بی گورا تو شهریار قدرت او همزان ناصر بریدیز نبل ناصر هیچ وقت من نگوشی که شهریار تو چوها بر مکا ما وشا واقعا شاباسی مردا بات که من یا برام 100% کند یک روچی من ایشیا نگوشت که تو چطور خبر بکن یک روچی من نگوشتی یک روچی من ای گپی نگو آزاد کشی ای مردوتی گپا کن بلی کنتی متوجه نه بله یک روچی من نگوشت که تو چو گپ بکن چو دیگه دا بگپ کن یک چیزی هستی واجب بلوچی راست گوش نه یا گپی جتی تا ای گپم درستی تو با ای گپا تو باید من جست بکن توشه که شهریت تو استقلال لوटे تو چطور ملک استقلال کنی ترا یک کستی توشه نه توشه ای بلایی گپی تو راست گوش نه توشه تو کی مزنی گپی کنگی ور حداقل لاتی چیز مرا پیش بدار من ترا ای گپا ترا حق دیا بله اشی که انسان متفاوته مثلا لحظی سنگت هستند وقتی که مردم جمع کد کنه این دسته همیچو کار بیتی که مردم جمع کن یک مردمی هستید که از لحاظ اقتصادی قویه دلی مزنی یعنی بعد تو گوشت دایگه دلی سک مزنی متوجه نه اصلا ایک چوبی 100 نفر 200 نفر ای لوگا کہتے نا چوبی مردم نیاد کا متوجه نه دلی مزنی پولی هسته خرج کا دیگه یک مردمی هستی خوش خبره یعنی خوش سخنه مردم عاشقن شه گپ بزنه
یک مردم هر انسان یا ماشو اروپای تو که زندگی کنه این چیزا باید بزنه. هر انسان یونیکی، هر انسان یک ظرفیتی هستی. متوجه؟ ناصر ظرفیتش این که ناصر یک بلای سیاست مدار دیالوگوری، یعنی راحت روتی مردم کو توری گپ بجنتے آرامش سروتی گپ بجنت. متوجه نه؟ عبدالله تو که ظرفیتشی، عبدالله یک کسی که اگر هر بلوچ عبدالله گپا اش کنتی اما احساس بلوچی ای تو کا شکوفا بیتی. علی عبدالله ملکا استقلال کانت یا نکانت یا کوتی کانت یا نکانتی آ باسا ما شما کرا کنی. بله هر کس که عبدالله گپا گوشداری و تر یک بلوچ یعنی احساساتی بھی شما بلوچ یا واقعا نه. علم تو کا این ظرفیت هسته که گپ جا منطقی گپ جانتی تی واسه توضیح دا که چشکا پس معشوما انسانا متفاوتی، هر انسانی یک ظرفیتی هستی. بله معشوما یک چیز سعی بکنی، یک دیگر حریف مبی، یک دیگر اگر رقیب سیاسی بله یک دیگر باسک ببی. یعنی توزانی مرچی من جانزه بات برزا ما گرجه دا ما بلوٹا بلوچا یک مسیجی برسینا. جانزیب استقلال من استقلال طلب یا جانزیب چی فدرال لوٹی ایچ سویدا میں یاد گفتا جانزیب بلوچستان چوکے تو ہم بلوچستان توکے باند روز تو چوفیک بکا تو جانزیب بلوچستان مجلس نشتگی. متوجہ؟ شما رقیب سیاسی ہے بلے کارا رند ساعت پنچرند شما دوست تا. متوجہ؟ ما ای پیام بلوٹو شما برسین شما باری گفتی نگت ما یک سبزی گرجی دا. متوجہ؟ ما گو بلتے تو انچو که ما عبر کنا جو تو عبر بکا. بفرمای وجه شما چون مایک جنگی شما رسال من کنی نگی. قرآن اجازه یه 30 ثانیه من باز راجع خبر نکنم بس 30 ثانیه تایم گیر یه دیگرم رعایت بفرما کنم. بفرما. بچه من گیشتر که گوش در این جهلا من به علمی عبرم باز می اعتقاد نزدیک ترین شیدگه براسانیا مثلا عبدالله و بلوچی ای پاک می براسان وهاب عبری دا چه وهابی عبرو دادواری پچین که نزدیک مدلاننده چون که واقعیت نزدیکترن احساس کنه که ایشان گو تمام الیت جامعه بلوچ و گو فقیر و ثروتمند و ملا و پهکان نندن تو کستن تو مردمانی نظر زانن تو واگیرشن واگ چیه همیشه ما گیشتر میدلاننده این عبران ما نگوشیم که آب راست که در نه هیچ نزانه که سنجرم تمام ملکا گشتن پیرن 100 سال سنی و نظرات سیاسی بچار واجب بلوچی یه رنگ نگوشین که تئوریسین هستن ولی واقعیات میدانی زانه الان واقعیت که واجد دادوار هبرکن واقعیت میدانی سک نزدیک به ما به این خاطر و الا ما بشمام احترام کنه بشم نظراتم چون که شما مبراسد به واجه عبدالله نظراتم به واجه مکران نظراتم شما نظرات میں چمه سرا ما مواهگ میشه که انشالله شما اراده تماما همیش می عبر قبول کنم شما مبراسد انشالله ببخشون واجه هم باز باش واجه که یک بلوٹی گپ بجا و شاو صاحب بفرما شاو. واجه شاو بفرما تی مایک بچیم بفرما جی. ناکرانجا آواز پیدا گیا توار پیدا که بل توار کم ملو بوستر بکن پیدا کیوں هانی شهر بی او شهر رو ها ما گپات میشه مولانا تو کمی آره می گپی کو مولانا تو کمی آره می گپ اصلا همشه اوش پچی کارانتی هانی که لوٹے یا استقلال طلبی یا لوٹا توجیه بکنه مولانا گپان لحظه زیری مصادره کن پوات موقش مولانا موقعیت یه موقعیت نه که هنی اعلام استقلال بکن یا هر ایده چیزی هستنی اعلام بکن یا منطقی گپی ما چوک زان مولانا یه گپ بکن وقتی نه و وحدی ما یه دیگه هم مصادره مکنه هایی که ایران تو کن گپان و نکن دومی چیزش این که پچی یا که پلان جاهای یا دیره ما ملک تو کنه این چو آدم ما همه بیتیم ما بیتگیم ما دیتیم ما ساکی کشتم ما پمیوت کارا ادا و ادا درو جان تات که ما هر داغ مردان دی تمامی ملک تو کنه و عبدالله شما بشه چون سال بوده زن مردم ما وحدی که یک کاری شروع کنم ما اول بچه ما واجه مکرون به عنوان یک ایده پردازی که یک گپی کن شروعی که استقلال طلبی
ما یاکن روچا استقلال گپ کت پانگا بعدا کن جنان تید پدا می فکر پاگار بی من نزان شما چطوری سیاسی گپ کنن لوٹ مردم پیا گپ کلا گوش ساکت بکنه مردم چای گپا شروع یه یک کاری مروی چی اگه 10 نفرن 20 نفرن که شما هیچ کس نیستن همشان یه گپ بکنن آگاه سازی کنن ذهن سازی کنن مردم هوشیار من پاندر کوانچی کنن تا همی 6-7 سال پیش که رسانه اجتماعی چو فعال نبودن هیچ کس نزانته حزب مردم هستن یا نیستن مروی شکر درست زانه کارکنان جا کارن دبیر کلی جا کارن یدگر آدگران جا کارن و استقلال گپ هنچه پیسر روانه بیتر رسانه بند بیتن امبور بیتن بلوچن چون گپ چیزی نکته هنی آزادی گپ من گوشم من به جورت گوشم بازی مردم من ملک فدرال نظام من منطقه نظام یه مردم ما هویت فدرال سردر نبرن بل آزادی زانه هر جا برو همین فکری کات که یعنی به پرچم میجن یا چیزی جن یا اینگر اونگوری که یه فکری مروشی یا که نظام یا که می پرچم گیند یا پیا چیزی که یا که سرود گیند یا فکر که زنده بی یا که ماکرون گپان گیندی زنده بی و شما وش مروچ ماکرون گپ کو یا بیت پانگا داسا یا نه مزه نه سیاسی مردم دکتر الان زرا گچه کوارا گوشی شما مرحله یا که ما گپ کن دیوانی نیندی 4 نفر سارکه چدا مهان گرا گپ کن یه ها جهدی تا برو به جای برسی انیمی مردمی که مثلا آوادی استودنت اورگانیزیشن بی اس او بیتا آوادی میدان تو که فعالیت تلاتی کو بیتا هانی که بی اس او نیست 100% مردمانی کو حاضر کن چون که دیگه مردم تیار کت نکنه اینچو ولی می بی اس او بین میبیته بایکوت میبیته دیگه گشت مردم گپ کته چی کته ذهن سازی کته مردم شده کته چی کته گروه یکی مردم بیاد که بی اس او والای بگوشتن شما چی کنه وقت پنج چیز نکنه دیگه مردم را ده نه یه درو هر چیزی هر قسمتی کارا چیز هستن تقسیمات هستن و مرحله هستن همچنین مروی چی ما گپ یکو بانده برو تو پنگا چیز کنم یه داغوانه و یه درو چیزا شما متعجبم لحظه مردم هم دا دیوانان تو که اگر هر کسی یاد وحدی که رضا پهلوی نام یکی باز گرفته واسه چه اشکالی هست ما گفت رضا پهلوی یا گپ بکنه چی کنه وحدی که بلوچ استقلال نام کی هر چیز حساب کن بلوچ زای داده بابا اگر رسید نرسید آی بلوت فکرات دیم بابا چی کن آی وقت کار کن شما وقت کار کن یا مثلا حبیب الله سربازی ما چینه ما درو هر یا حزبی هم ما درست حمایت کنیم بلی ما استقلال طلبه بله مدروس هم پناه ها چو که بولا نام که یک دونه پناه ها چو خبر که من نزدم گجری نام گران چی نبا ایشی نام گران چی نبا ها چو بلوچ نام که بلوچ فکر که محاسبانی بین چی بین پس یدگر نمانه بل درآمد مانه درآمد شهر واسه پاد مشکل که پیمای پاد 2 راند ایران مشکل نکرده من نزدم عادی چه مشکلی استقلال اگه موقع به ایچت باتر به ما همش ایران مشکل نکرده دیگ پدا کپگه ورا همشه یکی چی کنه شدیگی بهانه هر کس کشی یکی شدیگی بی یکی مردم جنا چی کنه یه درو حالت هانی بیگان یکی شدیگی نیه من گوشم مردم ما داستان که سه مردم جنینا افسوس گپ جنین ما تا جنین چوک ورته بهای کنه کی شدیگی نیه شما وش شدیگی نیه مردم نمرگه یا چی نبیه درو بیگان وادی که یکی لوتی تیر سر مرای جناق بی شما وش یکی استقلال نام کی مردم کشن یه درو چیز به شدت بیگان مردمی که یه سک افسوس گپ مردم ما ته مجبوری بیا و جنین چوک نشتگی نه بها بکن یه حقیقت ہے یکی وش دروغ باندن نزان چی با یا یکی وش عبدالله در ملک عبدالله میچون سرپر نه بله سرپر نه چی نکنم برو تحقیق کنه میدانی تحقیق کنه برو یه چیزا بچاره یه چیز نیست مردم مرگون شدیگن تجاوز بیگن فقر هم چه چیزه فقر هم مردم بلوچ کشی بلوچ دوزی بی چی بی می فقر سیاست دولت مرکزی دیگر آدگه مردم جنگ با چی با راند مردم تورسنگش بلوچ کشن بلوچ شدی کنه و تو پنگ دولت دا یدگر آدگر دا تانا گوش درو کار پس ما جرم تا پیماز اچنا برای چابار برای کنه رک جرم بلکه تا مردم چیا ماشین دوزه موتور دوزه دوزی بکنه پس دوزه جرم نه مردم می کار کنه
و ایشی ما بهانه کد نکنه که چون که دولت چون سیاست را تا ماهانی بتورسن باند رو اقبالیش من بلوچ عقدگر کشم یہ سیاست استعماریاں دیردن بیترین و هر کسان سیاست منتشان سن پیاده کردن مردم تورسن سلامت باز باش ما به هر حال اذا نشتگی مختلف نظرم مختلف فکرم ماشما گپ جنی هر کس دی جونزا کنگی هر کس دی سیاست کان هر کس دی اندازه کار کان لحتی مردمانی کار گیشتران لحتیانی کمتران لحتیان فضا گیشتر دستات لحتی که شما که گوشه استقلال طلبی سختی چیز دی گوشه شما ایشی زانه که مزنی راهی سختی چیز دی گوشه زانه ما چینچو مثلا چی همی جغرافیای توکا که بلوٹن گپ بکنی هنی منی مثلا قدرت سخنوریه منا کئی مایک دانتے صدای امریکا من مایک دان یا من بی بی سی مایک دان یا من اینترنشنال مایک بدم که من بتونم 4-5 دقیقه گپ بزنم من ندیم مایک چه این هم یک بخشی چیه می سختیانه شما این بخش سختیان باشه بابا شما مزنی چیزی رو تو شما را این چیز واسطه شما را کس مایک میدم شما را وعده 4 دقیقه 5 دقیقه وقت دهند تو کاملا انسان منطقی هم ببینه بفرمایید عبدالرو جی منت شهریار جان تر ماه کدن یا بر مکه تا اول پله برو چه کسانی ماه کان شروع کن اول برو جهازیب کر اول برو آدگه شبکه کر یواش یواش بود هن رو رسه شما تر کولدم بل تو پله اول پاد چیز که کدن ما اول عرض کو چری ما یک ایده مخالف نه چری سه شپش ما دیوان جنه که ما چیرا گوش دارم ما یک شپ نه تا برزا بر نکن بله په حلوا عد نبی براتا مشوره اند گوشو زحمت لوتی حرکت کنه لوتی شی که تو بیای بگوشه نه ما هم گوشه چانگال واشه بل چانگال هنچو پواشی و نرسی منه زحمت کشه گلوتی کار کنه گلوتی ایده پردازی هست بل ایده نه کول مکه واجب بلوچان شو ایده نه نیندی گای که نیندی گپ جن کوری گواشتی گروه گنوه که آخر رٹا آخر گنوه که بی آی که ایده پردازی وقتی به کتاب رو نویسی وقتی ذهنیت هر چیز ذهنیت تو کنتی اور راه روشان نویسی پوتی کام جرایه کن مردم سجن دنیا جرایه کن تو یه دیگه مردم وانانتش درش بره نو راه روش زوره شک بیا ایده بنیندی برتی پایدی نیست ما نگوشه یه گپ هر برات یا کاری کن زحمت کاشی لاگل همین چو خبر کن همین چهار بوده عمل کرده یه بیان کن ما هیچ ایده مخالف نه کدی ما باشه ما ایده مخالف نه ایده واشه ولی ایده حرکت لوتی راه لوتی روش لوتی بننده بگوش ما استقلال لوتو باز بننده داستان مکوت بکنه که ما استقلال لوتو استقلال چو و نه یتم ندر باد بگوش شاه جان تو شب روز هر چی بگوش آی 2 درصد 3 درصد جامعه من تو آماده کت په استقلال ذهنیت دروز من همین اول عرض کو یہ 45 نفر نشته چون دروز ذهنیت دله تو که اصلی واقع بلوچستان ولی آیا 47 نفر تو 10 نفر جنگی درگیر بره بحث های نه که ذهنیت تو آماده مکمن نه بل هنچو که تو ذهنیت آماده کنه باید در کنار ذهنیت باید حرکت بکنه راه اډ بکنه روش اډ بکنه مسیر خط مشخص کنه براتا یہ من ذهنیت من یہ روش بل راه شین چوش یہ روش یہ منزل یہ ساعت پہ جاگا رسے یہ منزل یہ ساعت پہ جاگا رسے آخری من نقطه رسی بل نه تر پلان هست نه تر راهی هست نه تر رهبندی هست نه تر توان مالی هست درود هیچ چیز تو در نظر نگرفته یا ای من تو گوشه ما استقلال دو تو من بحث استقلاله ما خبر گوشم کوری همه بیت خبر کن کور اگر آی که کوری خبر بکنته و خبر آهر رټک آهر انسان گنو که کی گوشت آگلی مردم باز رټي آگلی مردم ها مرده که خاموشه قدیما بلوچان بیڑ گیپتا مرد که چک دور توار کتا که من جنو من کشو من باندو موت بیڑ گرو آی گر هیج نکتا مردم آی درو گیپتا دو قدیمش گوشتا که دوله توار دیری مرد که کار کتا شاو جا خاموش بوتا ساکت بوتا نشتا هنچو تی کار رفتا کتا هیچ که نزانتا تی کار چون کو تی بیڑ چون گیپ یا man برانه مکنی پراتا کار شهر بی تا که گوشتا پراتا کار شهر بی و تا حرکت بده و تا آماده بکن و تا پلان مشخص بکن بگو ها من یه کار کتا پیه جاگ رسته گو مردم نه ایده من بیا شب روز 40 سال بنین دو بگوشم آزادی لوٹو آزادی تر رسی آزادی په خبری تو نگات واقعیت جامعه شهریار جان یک چیزانی انسان زندگی تو ماشاءالله تجربه کتا مردم ماشاءالله تجربه کتا همین کسانی موضوع من رو بازار ما شما سیگار زورم و سیگار مزورم
آیا من سیگار رسی من لوک چهار کنم بیا مبتا من چی پادان حرکت مده چه مرو توان مالی من اما سیگار زر گوم مبیته ما دکان مرو سیگار مزورو بر سیگار من کیسه که تو که من کاشت کنم یا نه من چه بگوش نادرو بگوش ما سیگار زورو کاشون و من سیگار رسته چه وقت حرکت مده ذهنیت در دنیا آماده که من بیا سیگار بده آیا تر سیگار یاران ده مبتا شان درو تجربه هم مش ذهنان تو مثلا زندگی تو او تو روزمره کاران تجربه کنه شما تو روزمره کاران بچاری کار مو تو روزمره کاران چون انجام دیگی آ راه مبارزه دو برابری روزمره کاران سه برابری روزمره کاران زحمت لوٹی دیم روی لوٹی حتی من که من عبدالرو من گوشم فدرالی و فعلا نمان نگن چهار نیمه فشار یاره که اما فدرالی قبول نکنه که شب روش بتاش وش اگر فدرالی مر قبول نچنی وادی باز باش وجب درو باز باش انی اگر از این به بعد گپ پا ما معمولا انسان منصفی هم. این منصفیشون منی رومن تو که دیدتا ما درست احساساتی هستم بله منصف انسانی هم. از این به بعد هر کس دیگه که پلانا چی گپ جانتے باید بیتی وتی پلانا بوشی اول دستا وتی دلا بکن وتی پلانا بگوش بگو ای منی پلانے پلاما کار کوتا انچو ما حساب کتاب کوتا یا اینچو ما فدرال واسطه کار کوتا چینچو مردم چی کوتا یعنی فهمیتا گوشتا که چینچو مردم منا هستی وتی پلان بارو منی پلان صاحب سادی ما اینچو قویاں پلان سناتور مندید پلان ما وتی خبر تا حدود 80-90% به کرسی نیتا پلان گجرنگ وگا برشون دیوان بکنای رومن توکا آئین فدرال قبول کتا منطقی گپ تی گپ منطقی فقط تی نگبات توار برزی تی خبر بدین گپ نه نه تی گپ شرین گپ ما واتم مثلا هنی من چه سیاست و خیر یعنی بلوچستان واسطه خبر من نظر تو که منا چه کسی گیشتر نکن یعنی من جوشین روچی نه علی کلابوسا بیل دانا مثلا نه مردمی که مگندم بلوچستان اینی من نشموشم هر کس ما دیکا چو گنوکانی پیما یعنی بلوچستان بار وگپ چینا چالا بلوٹا یک نمونه واصلی بکنا که اشیا پیام برسینا یعنی با گپ جانگا مردم همیشن دنیای یکی نخست وزیر سایکل سوار روتی یکی نخست وزیر سنگتی یکی وزیر سنگتی یکی وزیر انگو اردیا اور بیتا سنگتی بیتا انسان روش های مختلف گو یک دیگه را پجارو کن یعنی تو بلوٹ یک سنگتی یک وحشی گپ پیجا یک روچ من ساکیش گپ دوست پی گوشی شهریار تو بلوٹ یک مردم یا بگنده یعنی تو پجی کاره تو شما آ مردم بلوٹ برسا گوشی 8 طریق مردم تو آیا رسد کنی بچاری انسان سکی باوشی مرده گوشی 8می نفره تو انسان رسی تحصیل کرده دانشگاهی مردمی یعنی باسواد انسانی منم گو گپی جا باسواد مثلا پر مردمی اول کمی چو کتاب وانتا به اندازه وقتی میدان استار گوشی 8می نفره تو رسی مردم ما چاره که مراندا تلپو نیر کو مگو این مرد بلدی مرده بس مردم هر کس فعالیت کنه گه تایی گپ شرین گپ عبدالروشان تایی گپ بدین گپی نه تو گوشه که شهریار تو استقلال گپ کنه گه تو باید تو منا دلسوز منی تو عبدالله دلسوزه تو منی دلسوزه تو تی راجه دلسوزه شهریار شما مزنی دو کی چست کنه گتا مزنی سنگی شما چست کنه هدف شما راسته شما هدف چه مای هدف ماستری گورا شما باید کار بکنه ای کی وشی بدین گپ تو میں بهترین دوستاوه چلیے تو پتہ لگتا نہیں بولتا بانگا ہم نے لامد ادامه نه ده ما بو بس ما دوام تو میکنم من البته ما شما مرچی گپ بزنم تمام شه کام بر کردم نه تا اول بگو ساک دراد یه چیز باز او کشمره نه راز منی مولان عادت ترگو عادت مولانی کنه یک روچین ما تو چی یا کنه کنه تر تو اصلا ناخداگاه بدون چی که متوجه ببید تو ابا یه او همچین ارگن راجی ابا دیدی ببخشید کش ده مردم البته ولی وقتی برده دقیقا واسطم دقیق ضرره یا ولی پس شی در مردم یعنی عادت بوده بوک تو که بوک ده ساه در که اما آخر لحظه کم سری کشه معرفت دنی که ساه گینی نکشه پلا بوک ده تو نه یعنی میرلا درون شپا همه دابی کنه بوک ده پلا سری چرده مثلا یه شاو ابره کو تو شاو چوه بس پدا چامپیه نیبر ما شاو جواب آده نه شاو صاحب او بوش شاو ابر در این سادگی مثل بلوچه وتعبر کوتاه یا عام بلوچی که تمام بلوچستان من شاو یه دیگر آدم مدرو عوامی من بلکه گشت کم و لیدری دکم چهار انگلیسی مان کنم پلان کنم دو اردو مان کنم شاو سامبول یا
सादे बलोचिया के मत दिल गप जता शाह साहब ते आबर है चाहे मानने आबर बिल्कुल ती पाका ते आबर पाका बले बे दुनिया बे ये सादगी कारा नहीं ना तो चुक थो गोश शो ना चीज भी ये राहती ने चीज भी ये सादगी ने चीज़ां पेचीदगी बाज माने छो आगे बीतने के मसा मनिकती बर्दाश्ता हमें दावा पेश प्रस्तुति है ना गुड़ो साक वाशा ना गुड़ा तमाशे या बल ये दावा नहीं ना दोना तो उसे मसा अन्य वारी हा अन्य हो वारी हा ना अन्य बल्कि जहाँ कहाँ हंसते हो जहाँ कहाँ हंसते अन्य तो अंचो उसे खुदा न करता जनीन जनीन ने उसे चौक बाग तो ये सच्ची जानने हैं तमाम बलोच राजा बल्कि हम बिकता या जाए भले आ हालात तक माँ वैसे यानी ये मुल्क के जंग आला ऐलान जंग दया यानी रिची च मोर मदगेगा तो पाएंगी और पार्क का ये तो तस्वीर कुछ ना करने और दिगी चीजें कोई शेयर कहानी तो गेंदगा से चाबर सवार में मशीना सर्विस इंस्पेक्टर हो यार मशर पुलिस रात में एक शहर का दिख दे बस गवाही में दारी अंदर बड़े वाह में बड़े आगे भी जो उसका गवाही में ये हालात पार्क को हालात जंगिया इस्तेगलाल आएगा और ये रचान इधर मोर मरक दवा लोग पठान करना नमाज जाना ग्वार लगा तो कोंडा पोस्ट लगा तो नजान का जब आरामी कौम है चुस्कान ये चीज़ें मालूम है बपारे ऐसे कि मौसे मामा चीज़ें के इस्तेगलाल मारी बड़ी दां या नदा बड़े डेमोक्रेसी आज़ादी और फेडरलिज्म नाम पर के नगामा फिर मकान वजह अब्दुल्ला उसी फिर मकान शोराई बकने अर्ची कने को मार्ची बकने आज़ादी रफ़ा इज़्ज़त नफ्स मर्दमानी आमोزش تعلیم امنیت انسانی زندگی انچو که انسان اروپا تو که زندمان گوازه نگه هدف زن چیه اوشکه کودایی هدف نام اوشکا هدف میشه که من هویت حفظی من زبان حفظی اما من مردم مرفع ببم یه دوی هدفم حالا یه به هر شکلی که محقق ببم شر راهی ما را حق ناکا مرگ زنده و تر باید نیم بلوچن کش دیگی ये नहीं मकसद तो कोश दाता तो फैक्ट करने कि مثلا 20 साल जंग जोदा च रंद वागन बलो तो अच्छो ब्रात मन तफाक मन पता मुस्तकिल मुल्क के बफर्ज माल में उशो अबन दुनिया न मान इस्तेगलाल भी चोन मान चो लाइब अगर चो मानती न दुनिया तो चोन मोर बितेगा ये सब किताब तो का कानूनी तो का दुनिया वो हस्ता तो ये साख्तार यास्ते तो ये मुल्क के बरोस इंटरनेशनल कम्युनिटी दुनिया मर्दों तोजी बकन कि मनी हक के इस्तेगलाल मना बदे ये 50 साल طولانی جدوجهد لوتی مشقت باری یعنی شد جنگ چوب نوانک بزدگی بیکاری ازا یعنی ایران سندی تر کلنا چوتی مولکا تی بلوچه معلمیه تک نیلی برو تو شپاک بما تر وانگا نیلی تر کارا نیلی تر داتا نپساتی گری تر تی جنگی منطقه اعلام کتی مولکا کلنا انی تو جب بیمارستان نے شہرت بھی خجالت کاشی دوم روچا رچیت کے وزیر وزراء لگن گریوگا بچکو استمسار ايش ارتي راندانا قلت بانك تاغوارن كاتا غوشم شدي كو طرفي مير شكون بارك استغلال اگو دمچي آزادی اگو فدرالیسم نادو زن کا واش نبيك مو دبي به تو گندا گتار واش گتار زن اچو گتار تو تيلا گتار انگريز رودنتا من سال گتار بتاي دبي امارات چو نبي تي جنگ بدن گجراو پدا پاد بیان گتار بما ये दुश्मनी का सर तो पौधा मुसाले तो चोपी जत चोप का तर पता गतरिया के लिए तो गतर तो न बे तो अफगानिस्तान न बे ना ती तमाम जीर असल जीर बना जाओ आका को याक ती तालीम अब 6 साल गिरी चित्रा शपाक बदरुद मुसाले मर्दम बन ये कोशा याक दगर आमादे मर्दम फकत गैर तुफांगी तरह भी आखिरी दिगे हिच चित्र नबी या मोस्टे तुफांगी मर्दम डेमोक्रेसी और रफा और आसाइश ती वास्तकारी वो चपार का अगर ईरानी वक्त की बिमान नीति आका ती आज़ादिया बिमान नीति आका ती साबा बसोल बाश्ती मेज मुज़ाकरा सरा गुची बाबा मत ऐसा गला ना बोलते रफा आसाइश ती जुबान ती दो दरबेलक में कारवन कारने बल मबरात में हुआ में ما تیل مازن کم من بلوچه یا مارا نواش که آداب گتر بیاگ ما و شیخی با گتر قرار فضات ضروریات ابوی امارات و شیخی ما بیتک تو نه ما هم بچکو میر نام زد مارا هم پاشته نه ما پاگی باسته که اگالی جتا که ما میره بیتک تو بلوچستان عبدالروف هم میره ما دروش ما میره نه تو هم میره اتما ماش ما دروش شیخ بیتک تا اگر چوبی بل ما شیخ نبین اما مارا یا ما میره ما شو پاوت چوکاو مالوکاو چیز که سرکل درو مساله مردم بین
या मोस्ट एक 50 साल जंग एक तो ये चीज नहीं था इनको पाकिस्तान मार जा तो इनको यार जंतर दावा जंतर दुरुस्त करना मारा अफगानिस्तान पसरी पसी कास पर वाशी आदने वाशने ना द्रोम दोजमें ना इदानी سیاسی گم موشه فدرالیست یعنی چی ته یالا یعنی چی که مار واش نمی تو آجوی یعنی چی که مار گجر زیردستی واش بی وسی نام پچوکا موت نوکا بلوچ بتلیا نا نام پچوکا موت نوکا گجاران گوار کو شهر زان یا بر مانا یا تو شاو نفهمه گجار شهر زان وادک موشه فدرالیست یعنی چی یعنی چی که ما bu tamam resource که ما راهشان بزیره ये डेमोक्रेटिक तरीके उत्कामा रोस्ट बने 20 साल तो का एक नोर में तो का ईरान मर्दम रसा फाम शूर डेमोक्रेटिक तरीके से बोर्ड्स वहाँ में मर्दम और रोस्ट दर्जे रन मश बाबा गुमारा नैन दे नियाद करने मश मोर रस्ते के तो से या जॉय रस्ते के नहीं मैंने याला मैं बिगीश शात्र और टेमन तो पांच जाएंगी नबी ना मां ईरान मर्दम दमाग डेमोक्रेसी परोसी या ग्वास्ता शुता या मोस्टे बोत परस्त मान परस्त ने या मोस्टे खुराफाती ने काबरे गए ना जो kan गबार लगन गए 20 साल डेमोक्रेटिक के परोसे इंसान बुगजी और ज़हन फार्क का और शऊर फार्क का हम मौत या मौतेर शुतगे ما وسين نام په چوکا مات نوکا توشه نه مات جندا میانی تلکنو لاپا او تلکنه بیا تلکه ما انت تلکنو پار کسی میرسو مگتینا در مارا واش بی شیخ ابن غالب واندی اگر که واش نمی داشت مبتنین بین مرسیدس بنستر دین چوک توشه دبئی بھی برابر موشن دبئی نبی ابری 4 سال مار شد خوشی ابری پرچه دنیا پیش داشته حالات هم پیش دارگان الزام نه هر چیزی مردم وا آزمایش بکنه لاتی چیزا خدا عقل انسان داتا عقل مطابق تاریخ مطابق حالات مطابق انسان وا انالیز کنه شرایط انالیز کنه سیاسی مردمان کاری نه که مردمان کالوردمان جوک بده دکا بده اکسپریمنتان تو که تبرو نوکی آزمایش چه بگواز سیاسی مردم بستگی زمان چارن حال حاضر چارن آینده چارن انالیز شهر کنه چارن بهترین شرایط من کام واسه چیه که ترقی بکنه هم مرفع بیان آزاد ببی هم ممیری یه زندمان آبرومندی بگوازین همه حالتا قبول کنه انعطاف نشان ده میزان ترقی پدگاه سرکفان کنه ترقی رشد پدگی ندارم بالا برزا رواق انجا هلاگم برزا رواق یا پارگی مرد پروشوا نبی نه و نبی تا دنیگاه اجبار چو بیتا مدرن ملک چکوسلواکی جدا بیتا بلا حالات فرق بتا دیگه چه مثال سا کم که کتر آجوی مبتا بود تشمن بده وجه آهنده معجزه تمام نبیتگا آهنده معجزه انگا هستند بیشک مارا منتظر آمون معجزه بیشک آهنده معجزه انگا هستند دروازه که ما بستگین دروازه که کشم یک مثال یک جاگه یک بلای سپیچری یک گاپی جنگایا گوشی هیچ وقت بستگین دروازه که کشم موشت همه تاک که پچین تاک کشم بوشت متوجه نه واجه آهنده چی هست تا گپ منطقی ما دی گپ دوست بنا بله ما گوشه ما چوپاک غریبه ما بگو استقلال طلبیه ما گندانی واجه عبدالله کماشی گپ تو بدیه گپ مشکل نموتی و جب باوتی حساب پاک بالکل شهر ابر و شهر آرمانی ابر کنه شهر بالکل شهر کنا شمار دل گوش کنا شما گپی کنه بروچ دیوانی کنه ما یا روچ چار روچ گارا مکایا چرا کس نه دیوان پچ نکو تا کاتشون درست ساکت می ادبیات گپ دیوان بھی دیگه جاگه شو ساکت نی من یک ظرفیت یا شما واسطه ما تعریف ندیگا حقیقت شما رو ما چه نه دیوت گپم گوشتن صحبت گوڑا آفرین نیم همه ماشه یک استقلال طلب بی شما 4 دانک بابا فدرال خواب بیتا ما یک کمانا بلتنا ما شما چوبی ما چیا شما توپنگا نا موترشته ما رو واشم بی پاکم بکن بله ما شاو گم گپاتون تی کارون کارنه او درسته شاباس واجد کای گپ جانتے او براتات کتی سنگت برات واشد که ما او وارس براسا واشد تای گپانگو ما آشنایی تی دیدان کا واشین دیدان کا بل خیر ماتر دعوت کو براتا من داسبانی سے براتا من چی کان ریسپیکٹفلی برکار داوی کا بر نما دات برات من دوست بھی ما برات بنی عزیز ہیں بفرما برات تو واشد که دیوانا ماتر دعوت کو تو ات که برزا باز واش ودی گپا میجن بفرما کی بسته بلکه دستی اشتوایی لگت نزانه
بلوچستان آزاد بید رند مشمار گپ کن یعنی شما جنگه یعنی شما وقت نیست که ولی مصریان یا برای گوش کنه نی رند کار پیش روانته اما مستریم وجا مستریم و هر نمونه مردم هستند ما درستیرانی گپا گوش کنیم بلوچانی دیگرانی درو دست چست کنگم و دوا لوٹگند که تو آرام ببه صبر تر ببی صبر واسطه ما دنیا منی واسطه دست برزه منی صبر واسطه تو هم دوا لوٹ دیگه هم دوا لوٹا درو دوا لوٹا صبر نه واسطه نه صبر ایده درو واسطه بازی نه حقیقت شما جعلی شاهونه جعلا نشته حقیقت شما رک باشه نه ما ایشیا مطمئنه ای علی شاهو وقتی که نماز وانی منی صبر واسطه دوا لوٹی اگر جعلا نشته شون جستی بکن تما کارنی برزا اگر منی صبر واسطه علی شاهو دوا نلوٹی تو هر چی گوشه بگوش چوشی مردم هستن باز منی صبر واسطه دوا لوٹेगा یکی علی شاهو نه ها شهر آنی تھی یا مزن امتحان تھی وہ سارنی بعضی مرد میں جالا نیستا برات ما شرط والوٹے ترا جوس ما کننتی شرط والوٹے ترا جوس کننتی تو چیا مسا بیای مسا منا بوچه روبا تی واسه مزن شبه توصیف به درای مردم واسه نیتر مردم چی کننتی اعتبار کننتی تو چی خبر کنه اصلا آفرین یعنی تو ایش از خود بی خود بگه یا اصلا نزانه تو از اوکی خود بی اوکی خود بگه تو اوکی ملک روچی بگه اوکی اوکی تو اوکی یکی اوکی بکای منا فهمید مثلا فهمید واتی لوگی توکا واتی مردم واتی چی کاره روبا گوشه آفرین یعنی اسی یک لحظه مچینه اجازه مطلب بده یک اسی لحظه مثل اجازه بده سستی ایده یک لحظه توضیح اجازه برای بده یک مردمانی لحظه تیگا واسه پرسه ما تیگا روبا پرسه و نبا ولی تای سیسته تای تای تیگا پرسه تیگا پرسه آ دیوان تو کا که ماشما نشته ته تو مزاق کو تو هم باید تو دلا مزن بکنه نه تو وقتی که شوخی کنه گو مردمیا یا چیزی گوشی تو واتم بسگ تو نباید آ چیزا گورو مزن کسانی حسابا بکنه تو که دیوان تو کا کای خبر کنه دیوان کنه مزاق کنه دیوان که وقتی حالت مزاق رسی مردم گپ جان دیوان کا مردم مزاق کنتی علی تو منی اگر تو هم همیچو مزن ببی که ما تو منی گوشگا هیچ وقت روبا نبی بای تو روبا نبی تو روبا مطلب یہ صاحب گو کہ تو سیاست مدار یہ تو تونتے تو چو تو تعریفی بکنے متوجہ نا مو تو سیاست مدار یہ تو روبا یہ تو سیاست مدار یہ تو بچی واسطہ آ روبا در نظر کے تو سیاست مدار در نظر بهترین لقب شهریار ملا روبا اونا سیاست مولانا مدار شد در روبا روبا مطلب چرچیل تو از مو تو سیاست مدار اکتی کو تا آ ٹیما کمالو ایلا چیزا مردم نیاز نہیں کہ شمت مطلب شرری چیز دے گو ماں چ خدا لوٹا ما دیوان تو کا سیاسی نشتے کہ من وشی شریعت تو سکے روبائی ہے ما خوشحال بیان نیا امر حساب کنی وشی بابا یہ مرد گرگ نبی تی جابر پابر سر وشی مرد درست چی کنه وند تو بوش من بوش روبا چی بیت ما امیدوارم که یک روزی ما هنچی روبای به ما هنچی چست و چابک روبای به ما که گجر اصلا من منی تگی اصلا گفت مکنه گجر هونا هنچی روبای به ما په بلوچستان واسطه هونا روبا وجه سر کیسه کارم کشی روبا یه جای مرتگن اون چیه من شریعت تقریبا مفهوم همشه مردم هم گفت زیرنه ورنه شدن ترک مولا رسای مود گوشه نه مردم روبا آرامه روبا گوشت آرامه ویل ده مردم کشتم باده کو لوٹی بارت مردم گفت تو گوشت آرامه و گوشت ما گوشت روبا آرامه یه روبه آرام نه حتما تو آیا گوشت روبه نگوشتی روبا بله براتا کودیت تیشه چو نام مگرتا بفرما وجه برات دیگه گپی بکن دیگه نوکن گپ حال اخبار تو جالا نشته تو تی سیاسی هم تزا بده تاونی کجام کئی مردم ہے تو میرالم مردم ہے یا منی باسه مردم سیاسی کوٹه شهریار باسه سعی نه شده چه ایات کا بورزای ہوتی بگی نظر گپ داری جلو شهر آی گپ جلو شوخی شهریار کنه سر جان شهریار جان چیه تو طرف داری کدی شهریار تو جان مای این طرف داره دنیای منی عبدالله یا این میرالم طرف داره یا منی شاهو کو عبدالله طرف داره یا وجه برات بلوچ تو میں پارٹی ہیں ایک بار سر تو اجمن جوستی کہ برات مارا یلو نہ تھا ها نه شما دوستی بی وجه ما هم ہوتی عبدالله زیره ہوتی ما دو گور رکھ جانے شاهو برات وزیره ہوتی پوسٹر جانے میرا مرد وزیره کیا او میں میراب مارا بستے میں میراب وجہ عبدالله صاحب و شاهو ما می کم ہوتی تعداد گیشتر کنه مارا صاحب ٹوک ٹوک کا برو ٹوک ٹوک کا رس ہے او نه لاکھ پوسٹ کارگوشت مسابقہ کیسا تو اس کو لاکھ پوسٹ کارگوشت کے مسابقہ تو کوابر کے پیسہ سرکتی کارگوشت کا جوت باسنا شو
Certe po, la po sak dire